بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام. به اولین قسمت از برنامه نقش اول خوش اومدید. در برنامه نقش اول به بررسی مستندهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری از ادوار این انتخابات تا کنون میپردازیم. بریم آیتم اول رو ببینیم و برگردیم به استودیو. پیش از شروع مستندهای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌خوایم که به بررسی ادوار این انتخابات و مستندها بپردازیم. از دهه 70 که این مستندها باب شد و در اصطلاح پخش شد در تلویزیون و نقش مهمی در انتخابات داشت. دو مهمان بسیار عزیز دارم. در سمت راست من جناب آقای مهدی سجادچی، فیلمنامه‌نویس که خیلیاتون از دهه 60 از پاتال و آرزوهای کوچک تا همین سریال شهریار ایشون رو میشناسید. و در سمت چپ من مهدی مطهر، مستندساز که فکر کنم بالای 300 400 تا مستند تهیه کنندگی کرده و همچنین فیلم سینمایی منصور هم به تهیه کنندگی ایشونه. به هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. سلام، خیلی خوش اومدید. بچه‌ها سلام. یه سلام علیکی بکنید تا من شروع کنم. منم نمیدونم به کجا باید نگاه کنم، اما سلام عرض میکنم خدمت در واقع دوستانی که ما رو دارن میبینن، بینندگان عزیز، و امیدوارم که این برنامه جالب در واقع جذاب باشه. مرسی. منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما و دوستانی که ما رو دارن تماشا میکنن. امیدوارم گپ و گفت خوبی شکل بگیره. حتما با وجود شما دو بزرگوار. سوال اول اینطوری بپرسم آقای سجادچی، از دهه 60 که حالا در واقع انتخابات در ایران یه تعبیر امروز شنیدم، از اول اینو بگم که میگن که ما اصلا برخی میگن که آقا ما انتخابی که الان داریم میکنیم انتخاب ما ممکنه نباشه، یا اصلا ما این نظر رو داریم یا نداریم و چیزای شبیه به این. یه شخصی در جواب گفت بود که اصلا در انقلاب 57 پدیده‌ای به اسم انتخاب کردن شکل گرفت و قبل از اون شما مبصر کلاستون انتخاب میتونستین بکنید نهایتاً. و بعد وقتی که با این پدیده مواجه شدیم انتخابات‌های برگزار شد. حالا در بعضی‌ها کاندیداهای اقشار بودن، در بعضی‌ها کاندیداهای همه اقشار حضور نداشتن و ماجراهای مختلفی رخ داد. از اون انتخابات از دهه 60 که احتمالاً تصویر به اندازه الان این اهمیت رو نداشت، از اون یه شروعی بکنیم. شما بگین که از فضا، از ویدیوهایی که حالا تولید می‌شد، احتمالاً رادیو نقش مهمی داشته، از اون دهه شروع بکنیم ولی مختصر تا بریم سراغ دهه 70 سریع. عرض کنم خدمت شما که همونطور که خودتون گفتید، خب تکنولوژی، شکل سیاست یعنی ساختار سیاسی کشور، همه اینها باعث شده بود که ما نه یک دسترسی عمومی به صفحات بزرگ در واقع تلویزیون داشته باشیم و نه اصلا در واقع ریاست جمهوری ریاست قوه اجرایی کشور بود. حالا توی دوره بعداً با تغییر قانون اساسی طبیعتاً ریاست جمهوری یک منصب در واقع مهم و تعیین کننده شد که باعث شد به تدریج، همونطور که همه چیز تغییر میکنه، به تدریج این ماجرای در واقع کارهای مستند، کارهای حالا نیمه مستند، نمایشی، به هر حال تبلیغات حول پروپاگاند کردن کاندیداها هر دفعه اهمیت اصلا بیشتری پیدا چیزی خاص از دهه 60 خاطرتون نداره از تصاویر. من مثلا یه چیزی یادم، حالا تو هم نمیدونم اینو یادت یا نه، که آقای اسکاولادی رو تخت ایمارستان من این تصویر دیدم دراز کشیده، میگه من به نفع کاندیدای وقت میکشم کنار رو من نیستم. تو چیز دیگه یادت از دهه 60؟ حالا من بلاد سنی که خبری هم نیست، آره میدونم، آرشیوشون خیلی خوب دیدم. حالا با آقا مهدی داشتیم قبل از پخش یه
گپی میزدیم این نکته خیلی خوبی گفتن که الان هم تو فرمایشون بود، این که غیر از انتخاب بنی صدر که شاید یه ذره رقابت توش بود تا انتهای سال 68 یعنی پایان ریاست جمهوری حضرت آقا، اون آدمی که میومد برای مقام ریاست جمهوری بیشتر یه بزرگواری بود که قبول کرد این مسئولیت رو بپذیره و حتی شاید بقیه نامزدها تبلیغش هم میکنن مثل همین تصویری که شما داره میگید، یعنی همشون دیگه که کنار نمیکشیدن. اصلاح‌تر از منه، بهش رأی بدین. کنار نمیکشیدن ولی میگفتن که آقا ما خودمون میگیم آقای خامنه‌ای بهتره. منهای 58 دیگه، یعنی غیر از انتخاب بنی صدر، یعنی حتی خدا شهید رجایی هم همه میدونستیم که دیگه شهید رجایی قراره رئیس جمهور بشه. دیگه بعد از به قول آقا مهدی بعد از اصلاح قانون اساسی که در زمان حیات امام بودش که دیگه قصه یه ذره شیفت بشه از نخست وزیری به ریاست جمهوری، حتی شاید دوره اول آقای هاشمی نه ولی از دوره دوم دوباره به قول فرمایش آقا مهدی قصه جدی شده که آقا برای این بعد رقابت کرد، شاید رقابت جدی هم باشه اینا. از اون موقع است دیگه. و بعد مهمتر از این که روزنامه بود و رادیو، تلویزیون هم شبکه 1 و 2 خیلی محدود ساعت‌های کمی تلویزیون در اصطلاح اسکرین کوچک، عمدتاً سیاه‌سفید. من خاطراتی یادمه که حالا مثلا دهه 50 مثلا یه سری میگفتن وقتی تلویزیون رنگی خریده میشه مثلا رادیو اعلام میکرد که منزل فلان تلویزیون رنگی است به اینجا، مثلا نمیدونم شما احتمالاً سرشیبه بیشتر یادتون باشه. البته پیر نکنم شماره وقت. نه من در واقع اتفاقاً طبق صحبتی که آقای مطهر کردن، آقا من باید بگم آقا مهدی دیگه. آره دیگه، هر دوتامون اسممون مهدیه. عرض کنم خدمت شما که رادیو خیلی اهمیت داشت، تلویزیون در واقع اهمیت کمی داشت. ما حتی برنامه‌های ورزشی که به طور زنده پخش بشه از تلویزیون و مهمترین رسانه‌های ورزشی 2 مجله ورزشی بودن اون موقع. و همین ببینید و یه نکته دیگه هم هست، شخصیت‌های سیاسی اول انقلاب با خود انقلاب اومده بودن، طبیعتاً رقابتی وجود نداشت. خب یعنی مثلا از در واقع رهبری انقلاب امام تا مناصب خیلی حتی در واقع کوچکتر پایینتر هیچ رقابتی وجود نداشت، چون اینا از دل انقلاب اومده بودن. اولین بار که تبدیل شد به یه رقابت به این معنا بود که دیگران هم به این فکر افتادن، یعنی به تدریج مثل هر انقلابی افکار توسعه پیدا میکنه، توسعه باعث شکاف میشه، آدما فکرهای جدیدی پیدا میکنن متفاوته با فکر دیگران. بنابراین دور دوم آقای هاشمی دوره‌ای بود که تازه یه عده فکر کردن که مثل آقای توکلی در واقع رقابت احمد توکلی نمادش آقای توکلی، یعنی یک دعوای بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی شکل گرفت و حالا شد خرداد 76. مثل هر شکل دیگری از در واقع توسعه سیاسی یکی از چیزای همینه. یعنی اگه جنگ نبود این زودتر ممکن بود شکل بگیره به نظر شما؟ حتما این اتفاقات زود در واقع به سرعت رخ میداد. حالا بریم تا خرداد 76، اولین انتخاباتی که در واقع این جدال بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی رو وارد انتخابات کرد و 9 سالم بود، یعنی یادمه که ولی نتایج برای خیلی ها شوکه کننده بود. آقای محمد خاتمی از به قول معروف صندوق رأی اومد، با یه رأی خیلی خوبی هم در واقع رأی آورد و بعدش هم دیگه اون کمپین های انتخاباتی که دیگه مرسوم شد دیگه راه انداختنش. از اون مستعد شروع کنیم. من داشتم اسامی آدم هایی که در سال 76 مستعد می ساختم و نگاه می‌کردم. آقای خاتمی رو درویش ساخته، استاد امچوشم هم اسمشه، بهزادپور بوده، آقای داد بوده خدا رحمتش کنه، افخمی ساخته، آقای دوری ساخته. فکر کنم خیلی اومدن و تو اون دهه هم 76 هم 80 اکبر نحوی ساخته. یعنی آدم‌های جدی در سینما اومدن و مستند ساختن. شما حالا از اون تصویرها، از اون چیزایی که هست تو اون دوره چی خاطرتونه؟ حقیقتش اینه که اینا همون افکار اولیه است، چون تجربیات اولیه است. ما تصور میکنیم که اگر بخوایم فیلم تبلیغاتی بسازیم، خب بریم مثلا سراغ کی، مثلا سراغ مثلا افخمی، بریم سراغ مثلا حاتمی کیا، میدونی تصور این که وقتی میگیم فیلم یعنی مثلا سینما. خب در حالی که خب اصلا باب نبودیم مستند نبود و تأثیری هم نداشت حقیقتا. ولی حالا ممکنه کسانی که خودشون این مستند رو ساختن تصور کنن که خیلی مؤثر بودن، اون دیگه راه تصور بازه دیگه. اما واقعیت اینه که این یک جور آرایش سیاسی اجتماعی بود که شکل می‌گرفت تو کف اجتماع و بعدم میومد تو صندوق رای. نقش رسانه‌ها اصلا انقدر اهمیت نداشت، چه تلویزیونش که اون موقع خب خیلی از الان رسانه ملی تر بود، بخاطر این رقیبی هم نداشت، اصلا ماهواره‌ای نبود، چیزی نبود که یا این شبکه‌های اجتماعی پیام رسانا نبود. ولی به واقع یه جوری میشه گفتش که دورای خط خطی کردن و
مشق کردن برنامه‌های پروپاگاندا تبلیغات اجتماعی. مهدی تو فکر کنی 76 رئیس جمهور رو مستعد برنده کرد؟ حالا بعدش هم اون حرف خودم میدونم که چیزی واسه بگم. نه یه ذره عقب‌تر برم. اون دوگانه که یه گفتمانی بشه رو به رو دقیقاً از همون انتخابات 72 یعنی آقای توکلی آقای هاشمی 76 نه قبلش دومین دوره یعنی یه شکلی گرفته بود که آقا غیر از این جریان حاکم همه فکر می‌کنن آقای هاشمی یعنی همون جریان حاکم، ولی یه آدمای عین خودش بودن ولی میگفتن آقا تو داری اشتباه یعنی یه رأی سلبی میگی که رخ داد در اون انتخابات. آقای هاشمی نه، حالا آقای توکلی مثلا این یه شکلی گرفت. ولی دوره آقای خاتمی خب ما داشتم رفتم دبیرستان یه ذره بیشتر رصد می‌کنیم، اگر اشتباه نکنم دوران آقای لاریجانی بود صدا سیما و یه توسعه جدی تو شبکه‌ها اتفاق افتاد. شاید شبکه 5 احتمالاً تا اون موقع شکل گرفته بود، یعنی حس می‌کنم تعداد شبکه‌ها بیشتر شده بود، فضای مجازی همچنان نبود، یعنی اینترنت محدود برای خیلی از ارگان‌ها و اینا بود، در دسترسی مردم نبود. من نمیدونم الان احتمالاً مدیر کمپین و چه مشاور رسانه‌ای وجود داره، ولی تو اون مقطع قطعا همیشه عنوانی موجود نبود. یعنی خیلی دور برای خاتمی یا دور برای ناطق یا کاندیدا آقای ری شهری بود، آقای زوارعی بود، آقای ناطق بود، آقای خاتمی. حالا ما یک آیتم بعد ببینیم، ولی اون سوالی که پرسیدم یاد نره که آیا رئیس جمهور رو مستعد رئیس جمهور کرد یا نه، اینو میپرسم. آیتم بعدی که می‌خوایم ببینیم راجع به گوبلز، یعنی در دوره‌ای که نازی‌ها حاکم شدن در آلمان و هنوز انقدر مدیریت افکار عمومی شکل نگرفته بود، گوبلز به نوعی پدر جریانسازی و پروپاگاندا برای رهبران سیاسی بود. خیلی از این تفکرات مثل دروغ بزرگ، دروغ باورپذیره و چیزهای شبیه به این رو گوبلز در عرصه سیاست باب کرد. بریم و یه آیتم راجعش ببینیم و برگردیم. آدمیزاد در طول تاریخ برای رسیدن به اهدافش از هر وسیله‌ای استفاده کرد. یکی از نوابغ این فن که از قضا تبلیغاتچی قهاری بود، ژوزف گوبلز. گوبلز یکی از باسوادترین نزدیکان هیتلر بود، یک روزنامه‌نگار سوسیال ناسیونالیست که از سال 1933 تا 1945 وزارت تبلیغات و تنویر افکار عمومی دولت هیتلر رو بر عهده داشت. گوبلز باورهای خارق‌العاده‌ای درباره رسانه و تبلیغات داشت. معتقد بود که بدون تبلیغات یک جامعه مدرن بدون دفاع باقی میمونه و در برابر نیروهای خرابکار خلع اصلاح میشه. هدف از تبلیغات هم اطلاع رسانی نیست، بلکه دستیابی به قدرت و موفقیته. بسیاری از تصورات گوبلز که امروز حتی ممکنه پیش پا افتاده به نظر برسه، در زمان خودش کارکرد بسیار درخشانی داشت. به عنوان مثال قلباً به این باور داشت که باید دروغ‌های بزرگ گفت و این دروغ‌ها رو مدام تکرار کرد. تکرار کردن دروغ‌ها باعث میشه که مردم اونها رو باور کنن. گوبلز تبلیغات رو هنر سیاسی دولت میدونست، اما ذره‌ای هم به گردش آزاد اطلاعات قائل نبود. تقریباً هیچ اثری از زیر تیغ سانسور گوبلز سالم رد نمیشد. از محتوای رادیو گرفته تا آثار سینمایی، از کتاب و نمایشنامه تا محتوای مطبوعات، روی همه چیز باید نظارت میشد. از نظر گوبلز تبلیغات قدرت آفرین بود، بنابراین هرگز نباید واسطه‌ای غیر حکومتی بین مردم و دولت وجود داشته باشه. گوبلز سخنور قهاری هم بود، به گواه بسیاری از اسناد تاریخی فن بیان عجیبی داشت. از کلمات و لحنی استفاده می‌کرد که به جون مخاطب می‌نشست. مجموعه این ویژگی‌ها بود که اون رو به یکی از مهمترین مشاوران رسانه‌ای قرن 20 بدل می‌کرد. بعضی از تاریخ‌دانان معتقد بودند که هرچند فضای یهودی ستیزی در کلیت جامعه آلمان رواج داشت و اقبال عمومی به هیتلر بالا بود، اما بدون پروپاگاندای گوبلز شدت و حدت طرفداری از هیتلر اونقدرها هم بالا نمی‌رفت. گوبلز از انواع تبلیغات استفاده می‌کرد، سنتی و مدرن، محیطی و رو در رو. استفاده از لوگوی صلیب شکسته و پوسترهایی با رنگ قرمز و مشکی که منتقل کننده معنای اتحاد و انقلابیگری و خوی فاشیستی بود همه جا دیده می‌شد. ایده مسافرت هیتلر با هواپیما به مناطق مختلف کشور و حرف زدن با مردم توی کسب آرای عمومی بسیار اثربخش بود. گوبلز اولین کسی بود که استفاده از رادیو و سینما رو برای مقاصد انتخاباتی ابداع کرد. گوبلز سعی می‌کرد تصاویری خلق کنه که به مخاطب یه حسی از حماسه بده.
حالت هیجانی که به بسیج عمومی توده ها منجر میشه. پس چه راهکاری بهتر از رژه باشکوه حزب نازی توی گرد همایای حزب در حالی که مشعل‌های برنجی در دست دارن. اون به خوبی میدونست که برای پیشبرد پروژه یهودی ستیزی از یک طرف باید ملت آلمان رو شیفته تعصب ملی گرایانه کنه و از طرف دیگه با پروپاگاندای تبلیغاتی هولوکاست رو انکار کنه. مجموعه این استراتژی‌های این جوان 30 ساله برای جوان‌های آلمانی بسیار فریبنده بود. گوبلز تا آخرین لحظه عمرش به هیتلر وفادار بود. بعد از شکست آلمان در اواخر آوریل 1945 هیتلر توی وصیت‌نامه‌اش گوبلز رو صدر اعظم رایش سوم نامید و خودش در 30 آوریل خودکشی کرد. اما گوبلز تنها یک روز در این سمت باقی موند، چون که یک روز بعد همراه همسرش بعد از مسموم کردن فرزندانشون دست به خودکشی زدن. خب خیلی ممنون. میریم سوال ادامهش از مهدی پرسم. مهدی داشتی راجع به اینکه آیا 76 رئیس جمهور ما رو مستند رئیس جمهور کرد یا نه؟ من فقط در مورد پلی بک بگم که اگه براشون گوبلز جالبه، یه مستند به اسم ترور روم خیلی میتونن در مورد گوبلز بیشتر بشنون. دو تا مستند خیلی خوب ازش ساخته شده، یکیش ترور روم. توی سنتری اف سلف هم در موردش خوب صحبت شده. اگر بخوایم بگیم توی دهه یا توی ادواری مستند تاثیرگذار بوده، تو همون دو تا دوره که داریم میگیم 76 و به اصطلاح تا مثلا 84 نه، تا قبل از شبکه‌های اجتماعی میگیم. آره. یه بعدش واقعا جریان آلترناتیو بیشتر حرف جدی زدن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فیسبوک، توییتر، اینستاگرام اینا. ببین شاید توی بحثی که با خود اون آدمی که منتخب شده هست، شاید اینجوری بهش حقنه کردن یا بهش تحمیل کردن که فیلم ما باعث شد تو رئیس جمهور بشی. برای همین آقای سیف الله داد تو دولت‌های خاتمی مسئولیت میگیره و آقای شمقدری تو دولت‌های احمدی نژاد مسئولیت میگیره. یعنی میخوام بگم شاید یه همچین چیزی تو ذهن اونا طراحی شده، اما به واقع یه حرکت خیلی عظیمی صورت میگیره که یه نامزد به ریاست جمهوری میرسه و وزنش انقدر زیاد نیست، ولی چون که اون آدم رئیس جمهور میشه بعدها در مورد اون فیلم بیشتر صحبت میکنن و طبیعتا شاید نقش بیشتر و یه وزن بیشتر میاد، چون برای بقیه شکلی نداره. مثلا اگه مثلا من یادمه تو دوره مثلا برای خدای احمدی نژاد، من هیچ وقت یادم نمیره خیلی از بچه‌ها با پول شخصی میرفتن شهرستان برای احمدی نژاد تبلیغ میکردن و من میدونم این خیلی موثر بود. مهم بود، خیلی مهم بود. یعنی تراکت پخش کردن، هم صحبت کردنه. ولی میخوام بگم که ولی حالا اونا وضع داشتن که 1% بودن، یا یه فیلمی که میشونه بگیم 5% 7% بوده. بله اون فیلم موثری بوده تو اون ادواری که دارم بهتون میگم، ولی تو دوره‌های اخیر هر چی جلوتر رفتیم به نظر من نقش مستند کم رنگ‌تر شده. حالا من یه نکته‌ای دارم، حالا بذار اونو ولی یه اجباری هست که همه نامزدها موظفن که یه فیلم انتخاباتی داشته باشن. صحبت آقای سرجی هم راجعش بشنویم. آقای سرجی شما راجع مستند معتقدین که نقشش در تعیین رئیس جمهور به این پررنگی نیست؟ چون من یه چیزی بگم وسط، من یادم سال 84 وقتی که آقای احمدی در مستندش گفتش که به قول معروف از اون شعر چیز استفاده کرد که مولا ویلا نداره، از شعرهای غزه، و بعدش هم نشون داد گناه کن این خونه منه و مثلا خونه شهدا استخر نداره فلان بیسار. خیلی موثر بود، یعنی راجبش صحبت میشد و موج را انداخت. یعنی من فکر میکنم تعیین کننده است این تصاویر. ولی حالا شما باز نظرتون رو بگین. شاید ببینید این چیزا شاید خب همه نظر شخصی داریم دیگه، چون تجربه کردیم دیدیم اون دوران رو، اما به نظر من تا قبل از اینکه کار کارشناسی درستی انجام شه، کار تحقیقاتی، یعنی دقیقاً مشخص بشه آماری، خب آمار داشته باشیم، میزان کسانی که مستقیما با دیدن تلویزیون رسانه رفتن رأی دادن چند درصدن و بله دیگه، یا مثلا کسانی که چند روزنامه خوندن، یا کسانی که نه اصلا منتظر فرصتی بودن که یک جریانی که تفاوت داشته باشه با شکل مرسوم سیاسیون اون زمان در واقع مطرح بشه یا مثلا کاندیدا بشه. من نظرم چون اتفاقات دقیق من نمیدونم، لااقل خبر ندارم. دقیق گفت مثلا خود شما میتونین دقیق بگین که اگه مثلا به یه کاندید رای دادین علتش چی بوده، مستند بوده؟ شاید این خیلی پیچیده باشه. به همین دیگه، یعنی خب این که خیلی ممکنه کسی فکر کنه که میدونه چرا، اینطور نیست. حقیقتش اینه که خیلی چیزا هستش که ناخودآگاه واقعا بخشش. ما دقیقاً چیزی به نام تاریخ نداریم، دقیقاً چیزی به نام تصمیم گیری. من لازم در واقع بحث فلسفیش دارم میگم، یعنی این چیزی که ما بگیم من تصمیم گرفتم، واقعیتش اینه که این معلول هزاران در واقع تصمیمایی که خارج از ذهن من گرفته شده، اما بالاخره روش شناسی ما میگه که بیا یه جایی اینو متوقف کن و بگو که چه چیزایی
در واقع میتونن اون چیزایی که موثرن. بله قبل از مثلا تلویزیون هم خب خیلی چیزا موثر، رادیو موثر. حالا منهای روش شناسی ذوقی اگر بخواید بگین فکر می‌کنید مستند موثر به نظر من در واقع مثل هر چیز دیگری موثر بوده اون زمان. بیشتر اون کمپینه شاید مهم باشه. ببین یعنی آدمایی که دوره یکی جمع می‌شدن، مثلا این مثالی که از دوره آقای احمدی نژاد زدی و مثالی که از دوره آقای خاتمی زده شد. خب اون آدمایی که میان برای گروه زیادی از مخاطبین یه معنایی دارن، یعنی مثلا یه جور اطمینان بخش، آرامش بخشه. خب این که فیلم مثلا فلانی رو یا این آدما اومدن دور، واقعا یادتون باشه یه جورایی مثلا اون زمان خانه سینما اهمیت خیلی بیشتری از حالا داشت و یه نوعی ستاد بود برای آقای خاتمی و خیلی خیلی موثر بود. اصلا من دارم نگاه میکنم سال 84، حالا میرسیم به بعد از 88 تا سال 88 تمام تقریبا بیشتر کارگردان‌های مطرح سینما بین‌های حالا موج نو، کارگردان مثل مهرجویی بیضایی و غیره، حالا هر دو آقای بیضایی که خداحافظش کنه، آقای مهرجویی که خدا رحمتش کنه، اینا همه در کانده‌های برای کانده‌ها فیلم ساختن. مثلا علی معلم آقای افخمی ساخته، کمال تبریزی ساخته، فخیم زاده ساخته، مجید مجیدی ساخته، حالا جواد شمقدری که اون فیلم چی بود؟ راهیل لاریجانی ساخت. آره آقای خوابیدار ساخته بود، یه سریال پرمینده بودش. اون تردمیل من. آره آقای ملا قلی پور ساخته، بنی اعتماد ساخته، اصلا همه. ولی یهو بعد شیفت کرد. حالا روی این یه تمرکزی بکنیم روی ادامه فرمایششون. ببینید دهه 80 کارگردان‌های سینما اومدن و برای کاندیداها مستند ساختن. اون چی شما اون رو هم در راستای این میدیدید که آیا بتونه مردم رو تهییج کنه که به یک نفر رأی بده یا نه انقدر سینمایی شده بود که مردم رو فاصله. مثلا من یادم 84 وقتی مستند آقای هاشمی دیدم واقعا احساس مثبتی نسبت به چیز و احساس کردم که دست نداد بهت. آره احساس کردم که رئیس جمهور وقت بازیگر اون مستند شده. بله. حالا من شما ببین یه اولا که این اسمایی که آوردی من حس خوب بهم دست داد که توی ادواری چقدر توی جامعه هنری مقبولیت داشته حاکمیت و اینجوری حاضر شدن اسم خودشون رو خرج نامزد بکنن، یعنی تایید جمهوری اسلامی، یعنی تایید انقلاب اسلامی. این خیلی جالبه چه از کارگردان‌های زن چه آره مثلا من خانم رخشان بنی اعتماد یادم خانم رخشان برای آقای معین ساخته بود. آقای درویش اصلا حتی ببین توی ناخودآگاه ما یه بحثی بود که مثلا میگفتن دوئل، دارم میگم جدی نبوده، جایزه دولت بوده به خاطر حمایت آقای درویش از چون یه فیلم پرخرج سوپر پروداکشن جدی بوده. میخوام بگم یه چیزای نانوشته همیشه بوده. ولی ما راجع به این بعد یه بار بررسی بکنیم که مستندسازا بعد از اینکه پیروز شد مثلا آقای دهباشی چی شد، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، مهدی نقبیان چه چیز انحرافی میخوام بگم. مثلا میخوام بگم برعکس، حالا غیر از خانم بنی اعتماد که مستندساز درجه یک تمرکز و خیلی فیلم‌های جدی داره، خیلی از اینا سینماگر معنی سینما بودن و برعکس آسیب زدن به اون نامزد با حضورشون. به قول شما همین فیلم آقای کمال تبریزی یعنی تدوین سینماییه، از استفاده کردن از فیکس فریم برای اینکه آقا همه چیز فیکس شده، برای اینکه آقای هاشمی نیست، کارخونه ها وایسادن، مردم سکون دارن. بقیه آقای هاشمی که اقدام میکنه به کاندیداتوری، چرخ کارخونه، اصلا اینا تو فضای مستند حس عکس میذاره. یعنی میخوام بگم از تدوین، از دکوپاژ حس منم همینو میگم. یعنی میگم اتفاقی که افتاد جواد شفقدری یک مستند به ظاهر آماتور ساخت، دوربینه داره میلرزه، حتی تو لحظه داره فوکوس میکنه به اون گیاهایی که به اون هرزه هایی که داره از باغچه که آره اون که اصلا میخوام بگم یعنی تو لحظه شاید اشتباه باشه، لرزه داره، ولی هموناست که باعث میتونه یه ذره کمک کنه. ببین من بخوام حرف قبلی رو اصلاح بکنم، نمیخوام بگم بی تاثیر بوده، ولی فکر کنید عامل اصلی، یعنی مثلا آقا مهدی هم فرمایش رو همینه، اینکه فکر کنید عامل اصلی برای اینکه من انتخاب بکنم هیچ وقت یه فیلم نبوده. از شما عنوان مستندساز میپرسم بهترین مستند برای بهترین کاندید هست یا نیست؟ سوال همینه. یعنی اگه بس شما بگم مثلا سال 76 و 80 و 84 این سه برهه مستندهایی که به خاطر داری، آیا بهترین مستند شده به رئیس جمهور؟ نه مثل اینکه تو جشنواره فجر وقتی یه فیلمی متاسفانه خوشبختانه بهترین فیلم میشه، رجوع بهش بیشتر میشه، ولی الزاما پرفروش‌ترین نیستش. خب نظرتو بگو راجع به 76. من میخوام بگم فیلم آقای دهباشی برای روحانی، فیلم آقای شمقدری برای احمدی نژاد، فیلم آقای به اصطلاح برای خاتمی تو دورای قبلی، هر کدوم از اینا الزاما بهترین فیلم در مقایسه با بقیه فیلم‌ها نبوده به نظر من. شما هم همین نظر دارین؟ البته هم بیشتر بازم برمیگردم به بحث اول خودم که اشتباه خیلی بزرگ اینه که ما فکر کنیم که اینو کارگردانای معروف باید این فیلم‌ها رو بسازن. کارگردانای معروف هم میرن سراغ
اینکه یه فیلم بسازن، در حالی که این اصلا یک چیز دیگه یعنی مستند ببینید شما وقتی که تبلیغ میکنید، پروپاگاندا میکنید، برای یه فروش یه چیزیه دیگه. حالا این میتونه مادی، کالای مادی باشه، میتونه کالای معنوی باشه، میتونه رهایی باشه دیگه. فرق نمیکنه دیگه. وقتی شما سیاست رو میفروشید، تبلیغ میکنید، یعنی برای فروش سیاست تبلیغ میکنید، بیشترین بدگمانی مخاطب رو برای خودتون میاد از قبل. ببین روانشناسی اجتماعی میگه اگر ما خیالمون راحت باشه که تبلیغ کننده هیچ نفعی در این تبلیغ نداره، بیشترین اقبال بهش خواهیم داشت، و اگر بدونیم که تبلیغ کننده بالاترین نفع داره، کمترین اقبال به اون تبلیغ خواهیم داشت. خب این نکته در واقع اصلی ماجراست که ما حواسمون باشه که چیزی مستند، اینی که داریم میسازیم نه باید الزاما نوآورانه باشه، نه باید کاملا گرافیکی باشه، بسیار مقتصدانه و به اندازه یه چیزایی رو نشون بده که توجه مردم رو جلب کنه. تغییری هم کرده نوآوری اتفاقا بدترین کارهای یه چیز تو نوآوری ها بود. مثل همون کار آقای فخیم زاده که مدت‌ها عضو آقای لطیفی هم همین شد دیگه. آقای لطیفی زین‌العابدین داره مهرانی زاده خنده یعنی مردم می‌خندیدن. آره یعنی نمیپسندیدن. چون یه نکته‌ای هم بگم، ولی یه چیزی هم هست. حالا هم یه پس گردنی به حرف اول، این حرف الان خودم بزنم. ببینید بهترین فیلم‌های انقلابی ما کی ساخته شد؟ همون سال پس از انقلاب، زمانی که شور در هم جامعه وجود داره، هم در سیاسی وجود، هم در به خصوص حالا اهالی سینما، یعنی میان یه کاری رو با شور انجام میدن. شما 100 سال دیگه هم دیگه بهتر از سربهداران، تاثیرگذارتر، با همه خطاهایی که داره به هر حال تولید، تو همه چی، تو داستان، اما شوری که پشت اونه انقدر قویه که مثلا همین بحث حالا گوگل شد، من به نظرم خانم ریفنشتال در واقع فراموش کردن که نقش اصلی این ماجرا این تو مستندسازی، یعنی تو بحث مستندسازی مادر مستندسازی سیاسی دیگه. حالا من فقط بگم که این شور خیلی مهم بود. اگر کارگردانا، فیلمسازا این شور رو می-داشتن، این منتقل میشد، حالا هر چی می‌ساختن. اما اگر فقط اومده بودن که مثلا یه شغل به عنوان شغله، حالا یه نزدیکی هم مثلا سیاسی داشته باشن، اگر می آمدن شغلشون رو انجام بدن، خب تأثیری هم تماشاگر خیلی باهوشه، خیلی زود متوجه این میشه که یه اثری برای، گفتم دیگه، تماشاگر به خصوص نسبت به خرید تبلیغ سیاسی در ذهنش خرید منظورم کارت داره. آره خیلی حساسه. من تو این حرفی که میفهمم راجع به فرم یه چیزی بگم. من از شما یه چیز خیلی خوبی یاد گرفتم و حالا طنزش هم بگم که بانمکه. یه بار گفتین که راجع به درام، که اصلا وقتی میخوایم یک فیلم دراماتیک بشه باید سراغ نقطه ضعفش بریم. به خاطر هم هست که یه مثال خیلی بانمکی هم زدین که در یک جلسه مربوط به سریال امام علی بودین که گفتین آقا مثلا این ماجرا امام معصوم نمیتونیم ازش درام در بیاریم، چون در واقع کاراکتری که میخوایم دراماتیک نشون بدیم اون رو نیاز به نقطه ضعف داره و خیلی پیچیده میشه از امام معصوم این نقطه ضعف نشون. در مستند انتخاباتی اگر بخوایم یک مستند دراماتیک نشون بدیم، لاجرم کارگردان مجبوره که این نقطه ضعف ها رو به نمایش بذاره و این حرکت رو انجام بده، و چون نمیکنه پس اون احساس همزاد پنداری بین مخاطب و معمولا کاراکترهایی که قرار اونها کاندید بشن از بین میره. شما این رو قبول دارین؟ یعنی یکی از ضعف های مستندها اینه. من سریع بگم چون دوست دارم که حرفای آقای مطهر رو بشنوم در این مورد یا موضوعات دیگه. ببینید این سوالات یه بار ببخشید من مسئله دراماتیک بودم عرض کنم خدمتت که به نظر من اون زمان فرصت کافی توی کارهای مستند برای دراماتیک کردن به معنای واقعی وجود نداره. فرصت نیست، به خاطر اینکه شما باید یه فیلم بسازی، پخش بشه، تاثیر خودش رو بذاره، تموم بشه. برای همین من گفتم کار در واقع تبلیغاتی سیاسی اینجور مستندا بیشتر کار گرافیکیه. یعنی مثلا فرض کنید یه روزنامه که بعد از 70 سال لوگوی خودش رو تغییر نمیده، چون بیننده خودش وقتی رد میشه از جلوی کیوسکا یا پیشخانه‌های در واقع روزنامه فروشی، اونو دوست داره ببینه، چون تأثیر اون ایمپرش، اون لحظه‌ای که تأثیر میذاره. خب
ایمپرشن مهمه. و اگر کسی اتفاقا اومده باشه، خواستم یه جمله صحبت کنم، اگر آمده باشه که برای فیلم خیلی خوبی بسازه و خیلی چیزا رو رعایت کنه و اینا، به نظر من بخش زیادی از کوششاش هرز رفته. مثل شما چی فکر کنید؟ یعنی به لحاظ محتوایی برنده چه محتوایی باید ارائه کنه؟ چون فکر کنم به یه اجماعی رسیدیم که در فرم احتمالاً با اقبال مواجه نشه. آره یه ذره همین وریته، کوتاه هم بگیم که بریم، یه ذره همین وریته بودن و مستند محض بودن برای مخاطب بهتره، نه صرفا تو محتوای سیاسی. تو هر محتوای مخاطب فکر کنه تو یه فکر از قبل داری، تو مستند دارم یه فکر از قبل داری و میخوای اونو بهش تحمیل کنی، گارد میگیره. تو محتوای سیاسی این ضریب میخوره. لذا میخوام بگم اون جاهایی که یه ذره وریته تر بود، یه ذره انگار آماتور نماتر بوده، بیشتر گرفته. حتی تو دورهای اخیرم اگه بدونی مثلا مهدویان خیلی از این اسما پشت فیلم‌های روحانی بودن، یعنی کسی که مستندساز بودن. خیلی هاشون هم دوست نداشتن اسمشون. حالا تو احسن. بریم و بیایم یه آیتم راجع به تلدموکراسی بریم ببینیم. در مسئله تلدموکراسی مسئله مهم اینه که تلویزیون بعد از ورود به سیاست این توان رو پیدا کرد که تهییج افکار عمومی انجام بده، این توان رو پیدا کرد که تهییج بکنه مردم برای مشارکت و همچنین رأی دادن به یک نامزد که حالا با عنوان تلدموکراسی به عنوان کلی ازش استفاده میشه. یه آیتم راجع به ساختش رو اینو ببینیم و بعد برگردیم به دهه 90. تا چند سال قبل بین مردم آمریکا اینطور معروف بود که باز شدن پای نامزدهای ریاست جمهوری به تلویزیون توی مناظره‌های انتخاباتی سال 1960 بوده. همون انتخاباتی که جان اف کندی که دموکرات بود مقابل ریچارد نیکسون جمهوری خواه قرار گرفت و برنده شد. اما چند سال قبل مجله تایم گزارش معروفی منتشر کرد که تاریخ رو عقب‌تر برد. 4 سال قبل‌تر، یعنی 1956، 43مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اینجا هنوز نامزدها روشون تو روی هم باز نشده بود و نماینده هاشون رو فرستادن. این بار آیزنهاور جمهوری خواه بر آدلای استیونسون دموکرات پیروز شد. اسم آیزنهاور برای مردم تهران که پیش از انقلاب رو دیدن خیلی آشناست. خیابونی به اسمش بود که امروز بهش میگیم خیابان آزادی. شاید تصورش برای ما که امروز زیست مجازی داریم سخت باشه که 70 سال پیش در خود آمریکا هم فقط یک شبکه ملی تلویزیونی، اون هم از نوع کابلی وجود داشت. این شروع متفاوت بین دو زن برگزار شد. مارگارت اسمیت آیزنهاور رو نمایندگی میکرد. اسمیت اولین نماینده مجلس زن آمریکا و اولین زن عضو سنا بود. مقابلش النور روزولت نماینده آدلای استیونسون، همسر فرانکلین روزولت که چند دوره قبل رئیس جمهور بود و خیابون مفتح فعلی در تهران هم به اسم این یکی بود. نکته جالب سر این مناظره این بود که هنوز بسیاری از بحث‌های فمینیستی توی فضای سیاسی آمریکا شکل نگرفته بود و حضور این دو زن که خودشون هم سیاستمدار بودن به نوعی خط‌شکنی محسوب می‌شد. ساختار این مناظره هم متفاوت بود. 3 خبرنگار روبروی دو نماینده نشسته بودن و مجری برنامه هم بینشون. خبرنگارا به نوبت پرسش‌های مناقشه برانگیز و حساسی از نماینده‌ها می‌پرسیدن. از اقتصاد و حقوق مدنی تا قانون اساسی، از سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه تا بمب هسته‌ای. خبرنگارا اغراق نمی‌کردند. سال 56 سال بحران سوئز بود. یه حادثه بزرگ و بین‌المللی که جرقه‌اش از اقدام جسورانه جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر شروع شد. ناصر عزمش رو برای ملی کردن کانال سوئز جزم کرده بود. کانال سوئز یکی از مهمترین و شاید حساس‌ترین راه‌های تجاری دنیا بود. عبدالناصر افتاد توی این خط که کانالی رو که قبلا تحت مالکیت بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها بود به مردم مصر برگردونه. انگلیس و فرانسه هم افتادن تو کار اقدام نظامی برای تغییر رژیم مصر. به طور مخفیانه توافقاتی کردند و بدون دخالت مستقیم اونها ارتش اسرائیل بود که به مصر حمله کرد. چتربازای اسرائیلی توی صحرای سینا فرود اومدن تا شرایط رو برای حمله نیروهای زمینیشون آماده کنن. بگذاریم توی چنین شرایطی آمریکا در آستانه انتخابات مهمی بود و نامزدها باید درباره این موضوعات و منافع ملی آمریکا اعلام موضع می‌کردن. یادمون نره که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم توی ذهن خیلی‌ها دیگه پلیس دنیا بود. مسائلی که شاید هنوز بعد از 70 سال به قوت خودش روحیه.
و هنوز خیلی از مورخا و کارشناسا بحران سوئز رو باعث درگیر شدن بیشتر آمریکا توی منطقه ما یعنی خاورمیانه میدونن. خب میریم سراغ سال 88، سال پر التهاب 88. مناظره ها و مستندها دیگه تبدیل به یک جنگ ال کلاسیکو شد دیگه، واقعا جنگ، یعنی شاید ال کلاسیکو میتونه با اونا نامگذاری کنه. مهدی راجع به اون یه نکاتی لطفاً بگو و بعد بریم دهه بعدی. من دو سه تا نکته برای اون ایام یادم. یکی اینکه اولا آقای احمدی نژاد تو دوره قبلش روبروی آقای هاشمی بود، ولی اون دعوا و اون بلوا و جنجال من جریان عدالت طلب آقای هاشمی جریان اشرفی به پا نکرد، ولی تو دوره که برای آقای هاشمی نبود تو نطقاش تو کمپینش اینا بودش. این نکته. دوم اصلا شروعش تو حرفش با مناظره با این شروع شد. داری میگی مناظره دقیقاً از همونجاست که دارم میگم نقش مستند خیلی محسوس کم رنگ تر شد و خود کاندیداها تو این مناظرات از 88 به بعد هر چی جلوتر رفته نقششون بیشتر شده. یعنی میخوام بگم ببین یه نکته خیلی جالبه بدونیم تو همه مستندها یه تیکه‌هایش هست که هممون یادمونه. از مستندهای مهرعلی زاده اون کودکیه، نه اصلا هر کسی مستند آقا محسن بگم اونجا که قسم از زهرا میخوره یه توشات آقا رسول نشسته با آقا محسن که من اینجا وایسادم تا تاشم مثلا به خاطر مردم من اون دست یادمه. علی بده که نه. آره باریکلا. هر کدوم از مستندا یه تیکه ها یادمونه. میخوام بگم منکر خیلی تو ناخودآگاه مهمه و مستندم شاید آدمم بهش اقبالی هم نداشتیم یعنی من خودم الان مرور میکنم مستند ببین علف هرزه من مثلا هنوز یادمه، یعنی با اینکه جوکش هم ساخته اما بگه این علف هرزه جوکش هم بود دیگه. گفتم تو اون سبزی که کنده بود برای سالم ترین سبزی هم بود سبزی بود. حالا اما چیه میخوام بگم دقیقاً توی رصد شده، حالا استقرام شده، یعنی دقیقش میشه در جزء پربیننده ترین محتواهایی که از صدا سیما جمهوری اسلامی تولید و پخش شده مناظرات سال 88 بوده. یعنی ما معروف میگیم فلان سریال رو پخش میشد دهه 70 مردم تو خیابون نبود، اونها شوخی به نسبت اون اتفاقی تو مناظرات 88 بود و له یا علیهش اقبال یا ادبارش آدمای واکنش نشون دادن بلافاصله تو خیابونا و نشون میده دیگه مناظره و اون آدم حرفش چی داره میگه، اون کلمه که وایرال میشه دیگه نقش اساسی رو داره ایفا میکنه میره جلو و مستند به نظرم هر چی جلوتر اومد نقشش داره کم رنگ‌تر میشه برای اینکه تلویزیون هم خیلی سالا متهم بوده به دو دلیل. تلویزیون یه جایی گاردش بسته بود ولی یه جایی هم از طریق کاندیداها متهم بود که تو آقا طرفداری از فلان نامزد داری میکنی، یک و دوم دید اگه آنتن نده خب رسانه‌های آلترناتیو میان جلوش. برای همین تلویزیون داره سناریو می‌نویسه برای این اتفاق. آیین قرعه کشی داره، رئیس صدا سیما میاد میشینه، وزرا میان میشینن، آدمای مهم رسانه فرهنگی که چی قرعه کشی عادلانه باشه. یعنی داره برای خودش نقش بیشتری ایجاد میکنه برای اینکه قافله رو به نسبت فضای رسانه‌ای دیگه مناسک داره تبدیل میشه کم کم. یعنی هم میتونیم بگیم قشنگ هم میتونیم بگیم زشته. آره آقای سرچی سال 92 من داشتم کسانی که فیلم کاندیداها رو میساختن میدیدم، تقریبا از کارگردان‌های سینما منهای بهروز شعبی که نسل جدید کارگردان‌های سینما بود و آقای لطیفی که از قبل بود خالی شد و رفت سراغ مستندسازا. روحانی و دهباشی و شکیبا ساخت، فارسی محمد فارسی ساخت، این بنده حقیر یکی از کارگردانا رو ساختن، همینطور اصلا یه مستندسازها ساختن. این دیگه منم تو فیلم جلیلی یه نقشی آره خود مهدی هم یه کارایی کرد. البته تو 96 شو داریم، نه 92 هم بود. به نظرتون خب من میفهم یه بخشش به خاطر تحولات سال 88 بود که یه فاصله افتاد بین هنرمندان درجه یک تر و حالا حرفه‌ای تر با کاندیداها و به قول معروف تلاش می‌کردن سیاسی نباشند، ساده‌شو بگم. چه اتفاقی به نظرتون باعث شد که منهای این ماجرا بریم سراغ مستندسازی و چه اتفاقی رخ داد برای مستندها؟ ببینید ابزار در واقع تبلیغات مال همه است، یعنی همه از ابزار مشترک دارن استفاده میکنن. چیزایی که تغییرات کوچکی، یعنی تفاوت‌های کوچکی تغییرات بزرگ میتونن ایجاد بکنن، اتفاقا همین جاهاست. یکی این که این رو بفهمیم که کسی که فیلم سینمایی خوشنامی داره، حالا من نمیگم مثلا پرفروش، آدمایی که در سینما خوشنام هستن از لحاظ تماشاگر سینما الزاماً فیلمسازای خوبی برای این کارهای تبلیغاتی نیستن. این خودش، این تغییر کوچیک خودش خیلی در واقع تأثیرات توالی در واقع
بزرگتری از خودش داشت. یعنی من یه دسته خیال پردازی بکنم، میدونم شما خب با اهالی سینما خیلی ارتباط خوبی دارین، ولی حالا مثلا اگر آقای بیضایی الان بیاد و به عنوان یکی از که قله‌های سینما، یا مثلا چه میدونم اصغر فرهادی بخواد یکی از کانده ها رو بسازه، اصلا خوب میشه یا بد میشه به نظرتون؟ فکر کنین چه مدل فیلم مستعدی میشه؟ مثلا میگم اگر فرض کنیم که آقای فرهادی بخواد بیاد این کارو انجام بده و مثلا یه آدمی مثل من مشاوره مثلا بهش بده، یا میگم نکن این کارو، چرا مثلا تو در واقع این کارو انجام میدی؟ این آدمای متخصصی هستن که حتی نیاز به هوش نیست دیگه، مهارت تبلیغات یه بحثه. و اینکه شما یعنی فکر میکنید که شهرتشون به کاندید سرایت پیدا نمیکنه؟ نه الزاما نه، یعنی در واقع شهرت مهم نیست دیگه، تصویر مهمه. وقتی در واقع میبینیم که خود کاندیداها در مناظره ها تا این حد تعیین کننده میشن و الان میدونیم که تیم شدن، یعنی برای اینکه احتمالاً بعضی نقاط ضعف هر کاندیدایی پوشیده بشه، خب همه که هیچ که خدا که نیستن دیگه، خب خیلی چیزا رو میدونن، خیلی چیزا رو نمیدونن. با تیمای آدمایی که توی زمینه‌های مختلف که این تأثیر در واقع کار مناظره، تأثیر خود مناظره رو انقدر ببرن بالا که تنها جاییه که دیگه اونجا میتونن، نمیگم اونجا میبرن، نه، چون برد و باخت در انتخابات بازم یه جاهایی یعنی یه شکل دیگه‌ای داره، خیلی پیچیده تر از اینه. اما اگه قرار باشه که ما مثلا 10 تا عامل داریم برای تبلیغات، یکیش در واقع مناظره باشه یا فیلم تبلیغاتی باشه، میشه گفت همه در شرایط مساوی هستن و یه نکات خیلی جزئیه که این آدم‌ها رو از این حالت تساوی دور میکنه. ببین توی انتخابات قبلی آمریکا یه شبکه بزرگ 24 ساعته فاکس برای یک کاندیدا و یک شبکه دیگه CNN برای یک کاندیدا به طور اختصاصی تبلیغ میکردن و تقریبا آرا تو همه نظرسنجی‌ها بسیار نزدیک بود. اونجا اون انتخابات به خصوص رو دموکرات‌ها چطور بردن؟ با همون نکته‌ای که آقای مطهر در واقع در مورد احمدی نژاد گفت، گسیل کردن لشکری از طرفداران جوان دموکرات به نقاط دوردست و به نوعی تبلیغ کردن یا آگاهی بخشیدن به مردم عادی جاهای دوردست، برای اینکه یادتون باشه اگر این آدم دوباره انتخاب بشه چقدر فضا در واقع دو قطبی تر و به هر حال آمریکا تجربه بدی خواهد داشت. خب میخوام بگم که کلاً همه اینها تاثیرگذارن به شرط اینکه در بهترین زمان و بهترین حالت با یک نوآوری یه تفاوتی ایجاد بکنن. در غیر این صورت نهایتاً خود اون کاندیداییه که به نوعی از همه به نظر میاد برای ریاست جمهوری بهتره. به قول ابن خلدون یه چیزی میگه اون عصبیتش آدم‌ها رو بجنباند. خیلی آره، یعنی حالا یه چیزی که هست اینه که اصلا یه پرده یه لحظه از مستعد فاصله بگیرم. به نظرت مردم، البته از خودمون شروع کنیم بعد به مردم و همه آدم‌های غیر از خودمون برسیم، انتخابشون احساسیه یا عقلانیه؟ چقدر واقعا میشه این دو تا رو تفکیک کرد مهدی؟ یعنی مثلا تو طول این تو عنوان مستعدساز، من خودم وقتی میخوام مستعد بسازم یا فیلم بسازم، یکی از چیزهایی که مثلا تو سالن سینما سال پیش مثلا فیلمی که با آقای شایعی با هم داشتیم، مثلا مسئله بود که وقتی اومدیم بیرون میگفتیم خندیدن مردم تو سالن، پس شاید موفق بودیم. این تحریک احساسات، یک مستعد وقتی تحریک احساسات میکنه احتمالاً حدس میزنه که موفق بوده. مردم با فیلم من گریه کردن، مردم به کاندای من اگه خنده که فکر کنم بد بشه احتمالاً. فکر میکنید چقدر این انتخاب احساسیه و چقدر عقلانیه؟ من یه چیزی پرانتز می‌خوای بگی؟ آره. سوال تو صریحش که آقا کارگردان حرفه‌ای وقتی میاد چه کمکی میکنه، از صحبت خود آقا مهدی من عاریت میگیرم که برای همسنفی اون کارگردانی چراغ سبز از جانب اون نامزد. یعنی مثلا اگه فرهادی بیاد، اگه کیارستمی بیاد، جامعه هنری میگه که ببین این فرصت پیدا کرده با این، پس احتمالاً به ما یه اقبالی داشته باشه. برای این حسشون برای کاندیداتوری اون حس خوب میشه. ولی برای مردم خیلی فرق نداره اون فیلم رو کی داره میسازه. وقتی 2 میلیون ایرانی میرن سینما، عملاً چقدر اسم فرهادی یا بقیه فرق داره برایشون از 80 میلیون جمعیت ایران؟ یادمون باشه سینما چقدر مخاطب داره.
ببین این درصدا مهمه، بعضی موقع 2 میلیون راحت داره 2 میلیون نفر بریزن تهران قفل میشه. نه جامعه 2 میلیونی کلا مخاطب سینمای ایرانی ولی سینما داره میگم، ولی 2 میلیونه ها. باز من روی من خیلی دیدم مثلا میگن 10% مردم ما اینطوریه. بابا 10% یعنی 8 میلیون. همشون سینمای تبریزی یا فرهادی یا دهنمکی که دوست ندارن از این 2 میلیون خودشون. این یه نکته مال فرمایش قبلی شما. دوم ببین آدم هر کاری که انجام میده حتما حس داخل عقلم داخله، ولی زمانی که میگذره یه قدری به اصطلاح آدما نسبت خودش مواجهه خودش با آدمه میتونه تغییر اندیشه داشته باشه. ببین من یه جمله خیلی واضح بگم که میتونه راهگشا برای همه اتفاق بشه. یه کتابی داره ایران مدرن، یروان ابراهامیان داره میگه تاریخ ایران مدرن، خیلی کتاب خوبیه. میگه شاه تعمداً دهه 45 کتاب شاهنامه رو ترویج میکرده برای اینکه خب تو شاه اینا. بعد میگه سال 57 هم بحث هرمنوتیک هم بقیه همه میگفتن همه شاههای شاهنامه که بدن، پس چرا شاه انقدر ترویجش کرده؟ پهلوان ها از شاه‌ها بهترن. احسن. میخوام بگم خیلی وقتا شده من دیدید آدمه میگه آقا من به روحانی رأی دادم، من به احمدی رأی دادم، من به فلانی رأی دادم، ولی پشیمون شدم. من به نظرم همون قدری که تو رأی دادنش احساسی بوده، تو این جمله‌ای که داره میگم پشیمون شدم میتونه احساسی بشه. میدونید چی دارم میگم؟ یعنی میخوام بگم چرا اون موقع احساسی ولی الان که در این جمله رو میگه فکر نمیکنم که احساسی یا واقعی نیست. در مجموع آدما به تصمیم میرسن و به نظر من برآیند ادوار مختلف ریاست جمهوری مردم به نظر من دارم میگم انتخابای اشتباهی نداشتن. هر دفعه ستون به ستون یه اتفاق خوبی بوده. یعنی دوره خاتمی یه اتفاقی بوده، دوره احمدی یه اتفاقی بوده، دوره رئیسی من حس میکنم چیز عجیبی نبوده که بخوام بگیم وای عقبگرد بوده یا یعنی برخلاف این حرفا که خود نامزدا میزنن که آقا من دارم یه ویرانه دارم تحویل میگیرم. من مثلا این حرفای سیاسیه. من به نظرم هر دوره به دوره پیشرفت اتفاق افتاده. به نظر شخصی من دارم میگم چون یه زمان علوم سیاسی خوندم میتونم چیزا. بله. یه جمله میخوام بگم. یه جمله میگم چون احتمالاً میشه دوستان آقا مهدی جنبندی بکنه تا با عرضه حتی هنوز یه خود تا جنبندی وقت داریم ولی ببین یه چیزی من فیلم‌های دهه 60 یعنی مال انتخابات دوره اول شهید آیت، آقای مدنی، بنی صدر، حبیبی داشتم می‌دیدم. یه سری شعارا توی نطق‌های تلویزیونیشون بوده که همچنان اون شعارا الانم دغدغه مردم الان هست. مثلا داماد تورم داره، داماد گرانی. خب بعضی حرفام تو ادوار مختلف بودی که فقط مال اون دوره بوده، مثل قصه انرژی هسته‌ای. یعنی میخوام بگم خود این شعارا رو در مورد اینا میشه خیلی بحثای جدی انجام داد. مثلا انرژی هسته‌ای نه اصلا ما مقالات نشانه شناسی اینا رو داریم. احسن. خیلی میخوام بگم چیز مهمی، یعنی خیلی همون موقع بعد 40 سال بعد 45 سال همچنان جزء دغدغه‌ها و پرابلم‌های اصلی جمهوری اسلامی خیلیش دیگه اصلا کاملا مرتفع شده. در مورد اینا میشه بعضی خیلی جدی انجام بده. عذر میخوام. آقای سرچی من اگر که یه سال یعنی چند سوال سریع بپرسم ولی اگه دوست داشتین به صراحت جواب بدین. بدترین مستند انتخاباتی که دیدین کدوم بود؟ میدونم سخت. با نصف اینا فکر کنم شد سینماگرا کار کردن دیگه. اسم بیارم فکر می‌کنم که همون مثالایی که زدیم اون دوتا خیلی بد بودن دیگه. کدوم ببخشید؟ در نظر فیلم فخری‌زاده برای لاریجانی و مهرعلی‌زاده برای زینال‌زاده برای مهرعلی‌زاده. به نظرتون از این مستند بوده چیزی که رأی رو ریخته باشه؟ خب ببینید همینجوری که داریم صحبت میکنیم خودمون میدونیم که راجع به افرادی صحبت میکنیم که قراری هم نبوده که رأی چندانی بیارن. اون موقع دست کم چقدر بازی چرخیده یعنی الان قرار بود رأی چندانی بیارن که استاپشون برگشت. اینجوری نبوده که مثلا فرض کنیم ما بگیم که همینایی که رئیس جمهور شدن و اونی که رأی دوم آورده اونا رو باید در نظر بگیریم. بقیه که مثلا رأی‌های پایین آوردن، بعضی حتی از رأی باطل مثلا آرای کمتر آوردن. خب یعنی خیلی طبیعت همچنان نه استودیوی ماست. در واقع طبیعت انقدر تغییر کرده در طول این سالها که این وقت سالم ما اینجور بارونا داریم. بهترین چی می‌خواستم بگم بذارید حالا من حرف خودم بزنم الان خیلی برام مهمه. ببین مردم خریدارن به هر حال، تبلیغاتچی هم تبلیغ میکنه. به هر دوره‌ای یه چیزی مثلا شاید سال مثلا دهه 70 دهه 60 دهه 70 امید خیلی چیز بود، کالای پرطرفداری بود. اگر شما این امید رو به مردم عرضه می‌کردی مردم خریدارش بودن. به نظر من الان اگر زرنگ باشن مستندسازای ما و این ترسی که مردم از تداوم تورم، خیلی ساده بگم کلمه‌شو به کار ببرم، تداوم تورم میتونه یک کشور رو هر چقدر مستعد باشه، هر چقدر هم از لحاظ ظرفیت اقتصادی، نیروی انسانی هر چقدر بالا باشه، تورم طولانی مدت میتونه همه چی رو داغون بکنه، اصلا نابود کنه. همین خود ما میبینیم سینمای اجتماعی ما به چه دلیلی سینمای خصوصی ما هستن نابود شده، به خاطر اینکه مردم میگن ما توی این شرایط که
بریم فقط بخندیم. بخند اصلا. به حرف جدی چیه تو با من میزنی؟ خب به نظر من اگه الان هر کی بیاد بخواد حرف جدی بزن، اما اگه بیاد بگی که ببینید یه راهی وجود داره برای اینکه دیگه شما انقدر نگران نباشید، حالا من کلمه طرد شد، نگران دیگه نباشید، یا امید به این پیدا کنید که دیگه نگران نباشید. یعنی یه چیزای اینجوری. شما میگین این کالا الان خریدار داره. به نظر من کالایی که من خودم شخصا فکر کنم که بیشتر مردم اصلا یه دلیلی چرا این دفعه برخلاف 2-3 دفعه قبل اینقدر دوباره برگشت انتخابات به سطح بالای هیجان اجتماعی. آره و چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه مردم احساس میکنن که نه، رأی دادنشون خیلی مهمه و به نظر من نکته اصلی هم به نظر همین، من حرف عجیبی نمیزنم، نابغه نیستم که همه دارن اینو میگن، یعنی از مراجع و رهبران کشور دارن رو موضوع اقتصاد دست میذارن دیگه، چیزی اصلیه دیگه. خب حالا در واقع اون کسی که بتونه قانع کنه که من یک امنیت اقتصادی و یک ثبات اقتصادی تا حد امکان رو، دروغم نگه دیگه، به تدریج در دوره 4 سالم من میتونم به ارمغان بیارم، به نظر من خیلی رأی میاره. یه چیزی مهدی، من فکر میکنم که این انتخابات قهرمان محور نباشه. یعنی اینکه اگه فکر میکنم و تحلیلم، اگر رئیس شما بگه من اون قهرمان و سوپرمنی ام که میتونم شما رو برنده بکنم و خودش رو توی اون یک کلید داشته باشه، هر چیزی که من توانمندی اینو دارم، فکر میکنم مردم اینو باور نکنن، چون تجربه انتخابات قبلی اونها به این نتیجه رسیده که یک نفر نمیتونه این مسئله رو حل کنه. یه سیستمه و این سیستم در اصطلاح چندین خلبان و کاپیتان و غیره داره که باید اینو با هم ناوبری کنن برسونن به مقصد. تو اینو موافقی؟ یعنی فکر کنی کاراکتر ریاست جمهوری فعلی باید در پروموت‌های خودش یا در بیان خودش، پروپاگاندای خودش اینگونه باشه؟ من منظورم نامزدا باهوشتر از این مضامینه، ولی بعضی رسانه‌ها با یه شیطنتایی، با گلچینایی که انجام میدن شاید همیشه این کارو انجام بده، ولی خود نامزدا فهمیدن. این مثلا زمانی در مورد اینکه آقا من کنکور یا سربازی یا حجاب، در صورتی که الان همه دیگه فهمیدن که آقا این در ید اختیار فقط رئیس جمهور نیست. جواب نمیده. جواب نمیده. احسن. ولی من دیدم بازم تو رسانه‌ها مثلا میگن که آقای پزشکیان مثلا گفته آقا اولویت هم حجاب نیست. آقای پزشکیان شاید 20 تا جمله گفته، ولی یه بلوغه ها که یعنی شما مثلا اگه راجع به حس حرف بزنی، راجع به مرحوم شجریان حرف بزنی، آقا جواب نمیده، برو یه قدم جلوتر، برو چیزی که دستته. آره ولی میگم رسانه‌ها شاید این کارو انجام، خود نامزدها من از این فهمیدن، چون همین نطق اخیرای پزشکیان دیدم میگه تو اقتصادم من الان نمیدونم چه نسخه‌ای بپیچم، باید برم جلو ببینم. یعنی میخوام بگم یه ذره عاقلانه تر شده این چیزا. یه نکته من ازم اولا دوباره تو یکی از دلایلی که میگم مستند یه ذره عقب افتاده، برای اینکه خب یه پیش تولیدی داره دیگه. مثلا من خبر دارم آقای وحید حقانی که اصلا تایید نشده برای فیلمش اقدام کرده، یه آدم خوشنامی هم داشت براش فیلم درست می‌کرد. آقای قالیباف از پارسال میدونم فیلمش شروع شده بوده. اتفاقی که داره میفته این که سر بزنگ خبر داری، چون چیز مهمیه. آره خبر دارم شما میگم. یعنی شاید پارسال می‌خواست شرکت کنه انتخابات ریاست جمهوری. نه از پارسال منظورم که دیگه برای دوره. آره برای نکتهش این چی میگم، این نمیدونه کیا تایید میشن که روبروش کیان که اون دوگانه رو شکل بده. 2 هفته است مشخص شده نامزدا کیان. این یه چالشه. برای همین میگم مستندان ناخودآگاه عقب میافتن. مگه بخواد شب من این تجربه رو داشتم، یعنی ما مستندمون تقریبا 8 روز بعد از اینکه شورای نگهبان اسم کاندو اعلام کرد رسید و فوق العاده پرفشار. من فقط یه اسلاید بزنم، نمیگم آیه قالیباف که خبر نشه آیه رئیسی. نه من میخوام میگم تیم ایشون آماده برای فیلم انتخاباتی بوده. طبیعتا وقتی شما تو جایگاه یک ریاستی قوه هستید، روابط عمومی پلن‌های بیشتری از شما داره. اینو بذار برای اونجا. یه نکته که خیلی مهمه همین هدفونه و اون تیم مشاوراست. ببین رئیس اون نامزدها انقدر تحت فشارن، نمیدونن حتی اون آدم روبرو داره چی بهش میگه، انقدر تحت فشاره. اون جمله‌ای هست که میگه تو اصلا حرف من گوش نمیدی، تو میخوای حرف خودت میخوای بزنی، تو حتی حرف من. این اتفاق است. مشاورا خیلی مهم میشن، یعنی اون مدیرای کمپین که مثلا تو قصه روحانی گفتن آقای آشنا خیلی موثر بود یا معروف شد میگه آشنات کیه این کمپینا و تو قصه. همین حرف خیلی جدیه تو بحث انتخاباتی. ما تا 1 دقیقه داریم، من یه چیزی هم به مخاطبین عزیزم میگم، صدایی که میشنوید افکت نیست، این صدای واقعی طبیعته که در استودیوی ما طنین اندازه. فرمایش آخرتون سرچی فکر می‌کنین که بهترین مستندی که میشه از یک کاندید ساخت باید چه شرایطی داشته باشه؟ یعنی اصلا خودتون اگر کاندید بودید اولا به کی میدادید مستندتون رو بسازه؟ مستندساز، فیلمساز، چه شخصی؟ و خیلی هم کوتاه بگین چون وقت کم داریم. من به نظرم کسی که یعنی مستندی که وقتی که ما میبینیم تهش حس خوبی به ما بده، اجزاش مهم نیست،
جمعش، یعنی این که ما اینو نخش رو میکشیم از آب که میاریمش بیرون کی اینو میتونه خوب بسازه باشه. من به نظر من یک مستندسازی که آرتیست باشه، یعنی کار گرافیک با کار آرتیستیک بلد باشه. اسمم بگین. نه دیگه من اشاره به شخص خاصی نمی‌کنم. میفروشم، یعنی منم که نمیگم. اسمو من حالا بعدا من واقعا اینجا اساساً اختلاف نظر دارم. حس می‌کنم برعکس یه مستندساز آرتیست، یه مستندساز ژورنالیست خیلی میتونه کمک کنه. کیو میگی مهدی؟ اگه خودت کاندید بودی الان کی مستعدت می‌ساخت؟ یه آدمی که به نبض رسانه‌ها و این فضای چیز خبر داره. مهدی یه اسم من بگو. آخر این مناظره بود. من به نظرم هم یه ترکیبی مثل حامد شکیبا و بقیه دوستان شاید خودت بابا خودت من یه جمله می‌خواستم بگم خیلی کوتاه بگو چون یه دقیقه وقت داریم. بداندیشی بعد از فیلمسازی چیه؟ مثلا به نظرم یه فیلمساز مستند برای انتخاباتی یکی از کاراش اینه که ببینی منو با چی می‌خوام بزنن، اونا رو بخواد خلسله کنه. مثلا برای فیلم آیا هاشمی اون چیزی که فکر نکردن همین بود. آیا هاشمی به خاطر خانواده‌اش می‌زدن، عمده پلان آیا هاشمی در میان خانواده‌اش بود. و حتی در مورد اون پسته هایی که رو میزش بود من یادم بارها صحبت می‌کردم. خصلت انتخابات هر پلان به تک تک پلان میشه. من مثلا فیلم انتخاباتی فیلمی که سوتی دست مخاطب نده، نامزدهای رقیب نده. خیلی ممنونم. بخش دیگری هم همچنان داریم، اما قبل از اینکه بریم ما مهمان دیگه‌مون گپ بزنیم، یک آیتمی آماده شده. ما قراره در طول این برنامه که انشالله تا 8 تیر ماه داریم گفتگوهامون یک آیتم هایی داشته باشیم راجع به انتخابات ریاست جمهوری. الان که اولین برنامه ما هست میریم سراغ اولین کاندید ریاست جمهوری در ایران، آقای بنی صدر. آیتمش رو می‌بینیم. از مهمان عزیزم خداحافظی می‌کنم و میریم و برمیگردیم به استودیو. متشکرم. سال 1358 بود. انقلاب یک تحول سیاسی خیلی عظیم رو رقم زده بود و مردم ایران اولین بار در تاریخشون قرار بود چیزی به اسم رئیس جمهوری داشته باشن. اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود 1 سال بعد از پیروزی انقلاب و توی تاریخ 5 بهمن 1358 برگزار شد. نامزدهای مختلف و خیلی متفاوتی ثبت نام کردن و رقابت عجیب و فشرده‌ای شکل گرفت. اقتضای فضای ملتهب سیاسی این روزگار همین بود. ابوالحسن بنی صدر نامزدی بود که حزب خاص و نشونداری نداشت. با اینکه به قول بعضی‌ها حمایت ضمنی حزب جمهوری اسلامی رو داشت، ولی عملاً نامزد مستقل محسوب می‌شد. بنی صدر بیشتر از 10 میلیون رأی، یعنی 76% آرا رو کسب کرد و اولین رئیس جمهوری شد که خاک ایران به خودش دیده. دومین رأی اما برای احمد مدنی بود. مدنی هم مستقل وارد انتخابات شد، ولی بعضی از ملی مذهبی‌ها ازش حمایت کردند. مدنی وزیر دفاع دولت موقت بود و سابقه نظامیگری داشت. بیشتر از 2 میلیون نفر بهش رأی دادن و با 15% آرا با فاصله بعد از بنی صدر قرار گرفت. البته مدنی 1 سال بعد این انتخابات از ایران مهاجرت کرد و تا پایان عمرش در آمریکا موند و اونجا از دنیا رفت. نفر سوم یعنی حسن حبیبی نماینده رسمی نهضت آزادی بود و بعد از حذف جلال الدین فارسی از عرصه انتخابات مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی هم قرار گرفت. حبیبی که سابقه وزارت فرهنگ توی دولت موقت بازرگان رو داشت، توی این انتخابات کمتر از 700,000 رأی به دست آورد. سالها بعد با حذف نخست وزیری از دولت و ایجاد پست معاون اولی توی 2 دولت هاشمی رفسنجانی و دولت اول خاتمی معاون اول شد و توی متن عرصه سیاسی و مدیریتی کشور قرار گرفت. حبیبی سالهای آخر عمرش رو به فعالیت‌های علمی و فرهنگی گذروند و سال 91 از دنیا رفت. نفر 4م داریوش فروهر بود. نماینده حزب ملت ایران که 130,000 رأی کسب کرد. داریوش فروهر سال 77 در جریان قتل‌های مشکوکی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، همراه با همسرش پروانه فروهر به قتل رسید. نفر 5م هم صادق طباطبایی بود که 114,000 رأی آورد. طباطبایی خواهرزاده امام موسی صدر بود و نسل‌های بعد بیشتر به عنوان شخصیتی فرهنگی شناختنش، نه سیاسی، و بیشتر با خاطراتی که از شخصیت‌های مهم انقلاب داشت و تلاش‌هاش برای مشخص شدن سرنوشت امام موسی صدر توی رسانه‌ها مطرح می‌شد. نامزد 6م کاظم سامی بود با 89,000 رأی. سامی نماینده حزب جاما بود که شاید امروز اسمش هم به گوش کسی نخورده باشه، اما این حزب از زمان پهلوی با نگاه منتقدانه فعالیت خودش رو شروع کرده. صادق قطبزاده هم نفر 7م این انتخابات شد. حضور قطبزاده هم به عنوان نامزد مستقل بود و حدود 48,000 رأی از مردم گرفت. صادق قطبزاده 3 سال بعد درگیر جریان‌ها و حواشی شد و به خاطر اتهام تلاش برای کودتا در کشور دادگاهی و اعدام شد.
فضای سیاسی انتخابات اول خیلی ملتهب بود. فضای سیاسی تازه باز شده بود و اختلاف نظرها توی موضوعات مختلف داشت خودشون نشون میداد. بین خیلی از مبارزان دیروز که توی نگفتن به سلطنت پهلوی متحد بودن، حالا در موضع اجرا و عمل و کسب قدرت سیاسی زاویه‌های جدی شکل گرفته بود. توی یه سالی که از انقلاب گذشته بود، دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان کشور را اداره کرد و موضع نامزدها و جریان‌ها درباره دولت بازرگان خیلی متفاوت بود. بیرون از احزاب و تشکل‌های ساختارمند و اسم و رسمدار، نظر روحانیون نامدار و صاحب نفوذ روی بعضی از قشرهای مردم تأثیر زیادی داشت. خیلی از رسانه‌ها و ابزارهای تبلیغاتی هنوز شکل نگرفته بود. بیشتر حرف‌ها دهن به دهن می‌چرخید و کوچکترین کلمه‌ای که از زبون شخصیت مهمی در می‌آمد میتونست تفسیرهای مفصلی پیدا کنه. شاید مهمترین خبری که جریان ساز شد این بود که بنی صدر بلافاصله بعد از دیداری که با امام خمینی داشت اعلام کرد که برای انتخابات ثبت نام می‌کنه. این موضوع به شدت روی افکار عمومی برای بنی صدر تأثیر مثبت داشت و خیلی‌ها اون رو نامزد مورد حمایت رهبر انقلاب می‌دونستن. اتفاقی که یه عده به خاطرش بنی صدر رو متهم به فریب مردم کرد. بنی صدر با رأی قاطعی اولین رئیس جمهور تاریخ ایران شد و تا خرداد سال 60 سکاندار دولت جمهوری اسلامی موند. مهمان بسیار عزیز داریم، حداقل از سال 80 که من خاطرم هست که در محضرشون، ایشون استاد من بودن، به قول معروف مکتب خونه ایشون میرفتم، در کمپین های انتخاباتی ایشون کار کرده. استادی که جامعه شناسی سیاسی خونده. در کمپین ها کمن کسانی که تخصصشون و رشتهشون همین علوم سیاسی باشه، اونم با گرایش جامعه شناسی سیاسی که اصلا دیگه مال همین کمپین هاست دیگه. و تقریبا تا جایی که میدونم و خاطرم هست و گاهی دست منو میگرفتن تو این کمپین ها میبردن با خودشون، 2 دهه هست که در راه اندازی این کمپین ها با کاندیداهای مختلف کار کردن. شخصیتی که الان در یک آیتم میریم و با ایشون آشنا میشیم و برمیگردیم و گفتگو رو با ایشون شروع میکنیم. فریدالدین حداد عادل دانش آموخته دکتری رشته علوم سیاسی و از چهره‌های فعال در عرصه‌های رسانه‌ای و سیاسی ایرانه. او سالها فعالیت مطبوعاتی داشته، توی کمپین‌های انتخاباتی مختلف نقش ایفا کرده و به عنوان مشاور رسانه‌ای در تیم‌های مختلف حضور داشته. در انتخابات سال 92 به عنوان یکی از اعضای تیم رسانه‌ای محمد باقر قالیباف به عنوان مشاور رسانه‌ای و مسئول هماهنگی فعالیت‌های رسانه‌ای حضور داشت. تو انتخابات ریاست جمهوری سال 96 هم فریدالدین حداد عادل یه بار دیگه توی تیم رسانه‌ای محمد باقر قالیباف حضور داشت و نقش موثری در راهبری و مدیریت فعالیت‌های رسانه‌ای ایفا کرد. تو انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 حداد عادل به تیم رسانه‌ای ابراهیم رئیسی پیوست و به عنوان مشاور رسانه‌ای توی این کمپین هم فعالیت کرد. من یادم تقریبا از سال 82 با آبادگران شما کمپین‌های انتخاباتی انجام میدادین، درسته؟ و به هم بگین که برای اون موقع ستاد معروف بوده، یعنی این عنوان کمپین خیلی عنوان تازه‌ایه. چی شد که اصلا این مسیر چرخید از عنوان ستاد به کمپین؟ اصلا چه فرآیندهایی طی کرد؟ چه تفاوت‌هایی بین اون دهه و الان هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نجفی خیلی خوشحالم که مجددا می‌بینمت. بله، مرسی از شما که اومدین. از اجرای خوبتون هم خیلی خوشحالم. از شما یاد گرفتیم. به خودم می‌بارم که یه وقت با هم سر کلاس هم کلاسی بودیم. افتخار معلمی. شروع شاگردی شما اختیار دارین، خواهش می‌کنم. خودتون استادی. ببینید شروع کار مال شورای شهر دوم بود و با آبادگران شروع شد. جایی که شورای شهر اول از جریان اصلاحات به جریان اصولگرایان به معنی تغییر صندلی داد و ما کارمون از اونجا شروع شد. مثلا یادم یه سالن خیلی بزرگی بود، ما دانش آموز بودیم، رفتیم یه جلسه دانش آموزی بود، تقریبا تمام کسانی که زیر دست شما داشتن تو اون ستاد کار میکردن الان من میدونم که جزء آدمای که برای خوش یه وزنه‌ای شدن و
قشنگ من این روزا رو یادم هست. بله همونطوری که میگین به حال رشد دوستان نوجوان و جوان و بعدم فعالیت کردنشون همینی که میفرماییم. از اونجا شروع شد و تو انتخابات مختلف بودم. شما تو این تقریبا 2 دهه‌ای که حالا بیشتر 20 و چند سالی که بودین چه تغییری می‌بینید تو این ستادها، تو فرآیندهاشون؟ حالا تخصص خودم جامعه شناسی سیاسی، مردم چطوری اقبال‌هاشون به کاندیدا تغییر پیدا کرده؟ یعنی به لحاظ کمپینی چه چیزهایی رو خواسته هاشون، علایقشون اینا تغییر پیدا کرده یا نه همیشه یه چیزای یکسانیه که توی این ستادها جابجا میشه؟ چند عامل اینجا به طور جدی عرصه این بازی سیاسی رو تغییر داده. مهمترینش فضای مجازیه. یعنی فضای مجازی کاملا تغییر داده، یه عالم دیگه درست کرده است. کاملا همینطوره و عرصه فعالیت به گونه دیگری شده. مقوله دیگر اینه که جریان‌های سیاسی یا چهره‌های سیاسی فهمیدن که برای اینکه بتونن در انتخابات پیروز بشن باید افکارسازی، تصمیم سازی، دغدغه سازی بکنن در جامعه و این توسط نهادها و گروه‌ها و جریان‌هایی به طور جدی پیگیری میشه. از اون برم هست، یعنی تو کمپینا شما احسا هم میکنید تجربه‌هایی که داشتین؟ این میشه بخش دیگه از این کار که واقعا میخواستم اشاره کنم. روش شناسی هم براش وجود داره یا نه؟ یعنی ما یه زمانهایی کاملا از عنصر پیشبینی و بررسی روند انتخابات محروم بودیم، اما امروز جریان‌ها و گروه‌هایی هستن که راحت انتخابات رو میتونن با مثبت و منفی چند درصد کم در آن واحد پیش بینی کنن. روش‌های علمی سنجیده قابل اتکایی که جالب هم هست. بازیگران سیاسی به توافق رسیدن که اونها رو بدون اینکه آلوده کنن از دانششون بهره ببرن. مطلب چهارمی که توی انتخابات خیلی یه ذره پررنگ شده، خیلی یه ذره یعنی که ذره عنصر سرمایه‌گذاری مالیه. چجوری منابع مالی کمپینا چیه؟ دولتی، خصوصی، هیئتی؟ چه مدلیه که این کمپینا میتونن؟ من به نظرم بعضی از کمپینا بالای 50-60 میلیارد هزینه شه. درست میگم؟ عدد کم بهتون گفتن. یعنی به نظرم خواستن مشتریشین قیمت پایین بتون دادن. خیلی بالاتر. گاهی وقتا نماینده مجلس برای اینکه نماینده مجلس بشه 50 میلیارد تومان خرج میکنه. برم رو 1000 میلیارد. گاهی وقتا ممکنه برای بعضیا این قابل تصور و تفکر باشه. و این بدبستون سیاسی اقتصادیه، یعنی اینکه در کمپین یه پولی کسانی سرمایه گذاری میکنن که بعدها در قبال اون سرمایه گذاری چیزی گیرشون میاد یا نه واقعا عقیدتی، احساسی، شخصی و غیره است؟ همش هست واقعا. یعنی آدمایی هستن که برای دیگران میان پول خرج میکنن و منفعتش رو میبرن. آدمایی هستن که اعتقادی برای کسی کار میکنن. جریانایی هستن که خودشون متولی میدونن که کمک کنن برای یک طرز تفکر که بالنده بشه و رشد کنه و بعضی چهره هم هستن که به فکر انتخابات خودشونن و از منابع مختلفی که دارن پول جمع میکنن. الان فعال هستین در ستادی؟ اگه دوست دارین بگین ما میتونیم بگیم. با آقای قالیباف کمک میکنن. الان کمپین ایشون از صفر اگه بخوایم بگیم با چی شروع میکنین؟ یعنی با شعار، با رنگ، چه جوری اینو طراحی میکنین؟ نقطه صفر کمپین چیه؟ ببین نقطه صفر هر کمپین انتخاباتی پیدا کردن یه مغز متفکریه که بتونه 4-5 کار مهم رو کنار هم سامون بده. لابی کردن و مذاکره سیاسی. با کیا؟ با همه. که آدمایی که جذب ستاد کنه. آره، ولی یادمون باشه خیلی وقتا شما برای این کمپین انتخاباتی نیاز نداری که حتما یکی رو جذب کنی، بلکه باید مراقبت کنی این آدمی که ازت دوره دفع نشه، آدمی که ازتون دفع شده فعالیت سیاسی نکنه علیهتون، اگه میخواد فعالیت سیاسی کنه متخاصمانه رفتار نکنه. خیلی لایه‌های مختلفی داره. من خیلی احتمالاً آدم‌های زیادی دوستم براشون جذاب دیگه همیشه پشت پرده‌های ما. یعنی مثلا میشین با آقای ایکس و میگین که آقا شما مثلا وزیر ارشاد منی، این 20 تا کار مال شما، این اون فرآیندی که رخ میده اینه به این صراحت، یا نه شما در دولت بعد با ما همراهی ولی مثلا این کار رو برای ما بکن. این اون اتفاقه. من واقعیت هم اینه که این سطحش رو
هم نمیدونم، هم اگه بدونم در موردش حرف نمیزنم. بخاطر ما الان در میانه یک کارزار انتخاباتی هستیم، ولی واقعیت همینه که هر کسی که به فکر کاندیداتوری انتخاباته حتما داره به معاون اولش فکر میکنه و حتما داره فکر میکنه که چه کسانی میتونن بهش بعداً کمک کنن و اینایی که بهش الان دارن کمک میکنن در آینده چه توقعی ازش دارن. اینا کاملا محسوسه، لذا معمولا قولای اینطوری داده نمیشه. اصلا مرسوم نیست. آره، ولی گاهی وقتا بدقولی‌های زیادی هم صورت میگیره یا انتظارات فزاینده‌ای به وجود میاد که برآورده نمیشه. خیلی‌ها کمک میکنن اما این دایره صندلیات تعدادش محدود دوره یک. حالا داشتیم اون چارت چیزو میگفتین، من ببخشید واسه حرفتون اومدم. یکی این که خب نقطه اول این که جمع میشن و اون لابی ها و اینا صورت ببین اول یه آدمی میخواد که این آدم قوی باشه، بتونه لابی بکنه، بتونه عناصر فنی و نظری رقابت انتخاباتی رو کنار هم منشونه و بعد از عناصر تبلیغات بهره‌مند باشه و بهش تسلط داشته باشه، چه فنی، چه انسانی، چه محتوایی و نرم افزاری، و آخر سر این که بتونه با لایه‌های مختلف بدنه عملیات تبلیغی ارتباط بگیره. و بعدم بریم توی عملیات‌ها و اتفاقایی که میفته. تو سطوح الان مختلف. این من داشتم برنامه‌های تلویزیون میدم، تقریبا فکر کنم کاندیداها تمام روزاشون منها یه روزای خالیه، یعنی یه اون سفر استانی اینا امسال ور افتاده. نه همه سفر استانی دارن و باید هم داشته باشن. فایدهش چیه شما که تو کار کمپینی تقریبا فکر کنم 4-5 دوره الان کار کمپینی مستقیم میکنه، فایده ای داره اینا؟ سفر استانی خیلی فایده داره. ببین مردم ما و خیلی جاهای دیگه از تعامل چشمی و از بررسی رفتار در میدان آدما حس میگیرن. مردم؟ آره. چه تو تصویر مستعدا چه حالا حضورش اونجا؟ بله، یعنی کاملا احساساتشون درگیر میشه با چیز. آره دیگه. در نمونه خیلی موفق این درگیر کردن مردم با رفتار و خصوصیات فردی یک کاندیدای انتخاباتی آقای احمدی نژاد بود. استاد این کار بود، واقعا استاد این کار بود. یه مرد 40 و چند ساله که میدوید به سمت هلیکوپتر و محافظا و همراهان هم دنبال هلیکوپتر میدودن. من یادم یه جای آقای احمدی نژاد برگشت عقب میدوید و به همراهش گفت عجله کنین دیر شده و بعد جماعت زیادی او رو میدیدن. این اشتیاق ایجاد میکنه. عکسش میدونید مثلا یه نمونه چه اتفاقی افتاد تو سال 76 وقتی رقابت‌های انتخاباتی شدید شد و آقای خاتمی خودش رو تونست برسونه به آقای ناطق. یکی از ابزارهایی که استفاده شد این بود که آقای ناطق رئیس مجلس بود و وقتی میرفت دیدن تو سفر استانی به خاطر اقتضای تیم حفاظتش که هماهنگ نبود، نه مردم نمیتونستن نزدیک شن و بعد بعد هماهنگ شده بود تصویر هوایی از یک کاروانی که 20 تا ماشین دنبالش بود و این شد حکومتی مردمی با فاصله کم فاصله و کمک کرد که سید اولاد پیغمبر بشه. اولاد پیغمبر. شما الان آقای قالیباف این مشکل داریم باش؟ یعنی دیگه فکر کنم زمانه خودتون نه دیگه الان ببین سرتیم‌های حفاظتی یا بدنه‌های بوروکراتیک کاملا پذیرفتن که ببین هر کاری می‌خوای بکنی حفاظت بکن، ولی کنار شخصیت لزومی نداره که 20 آدم کت‌شلوار مشکی با پیرن یقه دیپلماتیک باشن که نذارن مردم بیان. مردم باید بتونن بیان. و تو این زمینه آقای رئیسی خیلی خوب بود، یعنی با وجودی که رئیس جمهور بودن و در بالاترین سطح حفاظت‌های امنیتی قرار داشتن، کاملا تیم حفاظتشون شهید سید مهدی موسوی هماهنگ بود از اینکه شخصیتش بتونه با مردم ارتباط بگیره. حضورش بین مردم منو به عنوان بیننده اذیت نمی‌کنه، یعنی احساس می‌کنم که خودشه. ولی بعضی از کاندیداها من اذیت می‌کنم. شما با این مواجه شدین؟ یعنی احساس می‌کنید ببین داره بازی می‌کنه، یعنی حالا یه بار اومده بشینه این وسط ببینه چه خبره. حالا تو کمپین انتخاباتی تو باید خبرنگار داشته باشی که بدونی حس این که این با مردم بودنش تقلبیه رو عکاست نشون بده. عکاس خودت. آره عکاس خودت نشون بده. یعنی مثلا یه نفر میره مثلا فرض کن تو یه صحرا وای میسته بین مردم و تو میبینی این ورش 200 تا دوربین داره مثلا یه صحنه فیلمبرداری عکاسی میکنه. تو عکاس خودت باید این کار بکنی. یعنی یه جدال و جنگی و به همین خاطر کسانی که دنبال رئیس جمهور شدنن باید اکیپ و رفقا و به قول بچه مدرسه یا گنگ انتخاباتی سیاسی خودشون رو داشته باشن که بتونن بازی رو در بیارن.
یه سوال بپرسم، میدونم این سریع، حالا این خیلی شرایط قبل انتخابات حساس میشه، ازتون بپرسم ولی اگه دوست داشتین به قول چیز بی مجادله از نیل میگذریم. آقای قالیباف در 2-3 تا از کمپین هایی که براش برگزار شد همیشه به قول معروف یه قدم عقب‌تر از کاندیدای پیروز بود. یعنی مثلا رأیش سال 84 در حالی که به قول چیز طلا تو مشتش بود، خب رأی و زمانه‌ای باخت که مدل مستضعفین جواب میداد. یه خورده جلوتر که رفت 92 به نظرم آنتیتز بودن هاشمی جواب نمیداد. هی به نظر امسال فکر میکنید که این اشتباه دوباره تکرار؟ من هنوز خودم تحلیلی ندارم که جامعه این بار رأی سلبی میده یا رأی ایجابی میده و فکر میکنم که ایجابی باشه این بار، یعنی به ایده رأی بدم. سوال شما جواب نمیدم ولی یه حرفی میذارم ممکنه تبلیغ کاندیدای مورد نظر نه هیچ ایرادی نداره، ما اینجا مسئله تو این زمینه نداریم. جامعه و رقبا نمیخوان ارزه قالیبافو ببینن، مردم دوست دارن گریه کردن یه نفر رو ببینن، نمیدونم احساساتی شدن رو ببینن، ولی اینکه یه کسی با ارزه است کار مملکت رو در میاره هم نمیخوان ببینن یا نمیتونن ببینن یا نمیگذارند ببینن. یعنی میدونی بابا رئیس مجلس دیگه کی نمیذاره دیگه. نه اتفاقا میشه این یه کاری کرد که دیده نشه یا مثلا وجه دیگری دیده بشه. شما الان از روبرو داری منو نگاه میکنیم، در مورد من یه نظری داری ولی میتونی با پرداختن به یه عنصر کوچیک از لباس من کاری کنی. به هر حال آقای قالیباف هر جا کار کرده تقریبا موفق بوده، به معنی بی‌نقص نبودن نیست و کارهای بزرگی هم کرده، به چشم مردم هم نمیاد. از اینجا بعدش نمیخوام جواب بدم که ما چجوری به این فکر کردیم، چه کسانی میدونم شرایط خاصی، یعنی وسط بازی ما نمیتونیم بازیتون لو بدیم. آره. ایجابی چی؟ اونا میتونیم بگین که قراره چه کارهای ایجابی تو این کمپین بشه؟ اونم نمیتونیم. توی این وضعیت مردم رو چطوری می‌بینید؟ یعنی فکر کنید مشارکت مردم سلبیه یا ایجابیه امسال؟ راجع این تحلیلی می‌کنین؟ ببین حال مردم با رأی دادن خوب نیست. امسال چی؟ امسال هم خوب نیست. آقای پزشکیان و پور محمدی میتونن به سبد رأی انتخابات اضافه کنن ولی به همین اندازه هم میتونن برای همه رقباشون خطرناک بشه. پیش بینی مشارکتی دارین؟ من خودم فکر کنم 60 تا 65%. شما با این پیش بینی موافقین؟ و فکر میکنین که تو این مشارکت رأی ها سیاسیه، یعنی حزبی مردم رأی میدن یا نه این بار یه سبد متنوعی داریم که کف رأی ها 4-5 میلیونه؟ ببین همیشه در ایران رأی ها کاملا سیاسی نبوده. خب دلیلش هم اینه که ما در توسعه سیاسی خیلی موفق نیستیم، حزب نداریم، دموکراسی داریم، انتخابات داریم، ابزارشو نداریم، حزب نداریم. ولی این فراز و نشیب‌های سیاسی تبلیغاتی هست که اینا باعث میشه که مردم بیان و رأی بدن به دلایل مختلفی بر اساس اون چیزی که براشون مهمه و بهش توجه میکنن. میشه کاری کرد که کمپین خودمون رو پر بکنیم از آدم‌هایی که رقیب سیاسی ما هن یا اصلا این به صلاح یک کاندید نیست؟ این میشه، این اون چیزیه که دو مبحث در موردش هست تو ادبیات جامعه شناسی، یک ائتلاف، دو دولت ائتلافی. اما ما تو ایران تا حالا دولت ائتلافی نداشتیم، یعنی در ایران مدرن هیچ وقت دولت ائتلافی نشده مگر اینکه دوباره برگردیم به سیستم نخست وزیر. اون وقت به نظر شاید مجبور همین حالا هم میشه. میدونیم الان همه فعالان سیاسی انتخاباتی دنبال اینن که بازی رو خودشون و تیمشون ببرن. این که مثلا ما یه چیدمان جدیدی از ترکیب تیممون اضافه کنیم، چند تا بازیکن مهمان دعوت کنیم و با اون ترکیب ببریم، تا حالا به ذهن کسی نرسیده و یعنی یه مقدار ملی بودنش طبیعی یکم محلی شدن میشه. حالا به تعبیری، حالا نمیخوام حالا محلی نگه، یه لوکال بگم، تعبیر درست، قبیله‌ایه. خب یه وقتا هم قومیه. یعنی شما نگاه کن استعداد آقای پزشکیان خوب یا بدش خیلی آذریه. یه سری عکس داریم، حالا یه خاطره بازی هم بکنیم وقت از شما و روی وال میتونیم بچه ببینیم عکس‌ها رو. وال معادل فارسی نداره. ببخشید چرا؟ من واقعا در این زمینه شما درست میگید. روی این نمایشگرمون اینقدر که فارسی و انگلیسی و عربی به هم درآمیخته است بعضی موقع‌ها این اتفاقا رخ میده، ولی بنده به عنوان طرفدار تراپاگورس حالا هیچی نمیگیم تا بعدا ببینیم چه جوری. آره وال یه چیز الان کدوم ما. خب اگر بچه‌ها روی نمایشگر داریم یه عکسی رو از شماست، من میخوام از اینا خاطره بگم. آیتم ببینیم الان. باش الان یه آیتم ببینیم بعد برمیگردیم راجع به همه اونا صحبت می‌کنیم.
مستندهای سیاسی و به طور خاص انتخاباتی ترکیبی از واقعیت و تبلیغات رو ارائه میدن و به دنبال تاثیرگذاری عمیق روی تصویر عمومی سیاستمداران بین مردم هستند. توی منطقه ما هم بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشورهای مختلف، فارغ از نفوذ کم و زیاد استعمار، دموکراسی به شکل‌های مختلف سعی کرد راه تنفسش رو باز کنه و به تناسب شرایط هر جامعه پیش بره. اما طی چند دهه بیشتر کشورهای عربی به نوعی درگیر دیکتاتوری‌های مختلف شدند و سرگذشت‌های متفاوتی را از سر گذراندند. سال 2011 بعد از بهار عربی یا به تعبیر بیداری اسلامی که توی مصر منجر به سقوط حسنی مبارک شد، انتخابات سر و شکل گرفت. محمد مرسی که حمایت اخوان المسلمین رو داشت، عملاً تبلیغات متعارف و آشنای انتخاباتی رو شروع کرد و ویدیوهای تبلیغاتیش با محور تغییر و بازسازی کشور، مخصوصاً توی سکوهای مجازی، به طور خاص یوتیوب، توی جهان عرب دیده شد. جالبه که بعد از کودتای ژنرال السیسی و کنار رفتن مرسی هم، سیسی هر بار انتخابات برگزار میکنه ویدیوهای تبلیغاتی به قصد نشون دادن دستاوردهای نظامی و اقتصادی میسازه و البته هر بار ظاهرا با 99% آرا پیروز میشه. اما توی تونس انقلاب یاس و سقوط بن علی توی همون سال نقطه عطفی توی تاریخ سیاسی این کشور بود. پس از این انقلاب ویدیوهای انتخاباتی به ابزاری مهم برای سیاستمداران تبدیل شدند. قیس سعید، رئیس جمهور فعلی تونس، از ویدیوهایی استفاده کرد که تاکیدشون روی مبارزه با فساد و ارتقای عدالت اجتماعی بود. توی الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقه با استفاده از ویدیوهای تبلیغاتی که دوران مبارزات آزادی بخش و دستاوردهای اقتصادی رو برجسته می‌کرد، تونست برای مدت طولانی توی قدرت بمونه. با این حال اعتراضات گسترده سال 2019 و نقش رسانه‌ها توی پوشش این اعتراضات نشون داد که اعتماد عمومی به مستندهای دولتی کم شده. حتی توی پادشاهی مراکش، محمد ششم پادشاه این کشور با استفاده از مستندهایی که بر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تاکید داشتند، تلاش کرد تا تصویر مثبتی از خودش در داخل و خارج از کشور ارائه بده. ظاهراً این مستندها به تقویت مشروعیت پادشاهی و جلب حمایت مردم کمک زیادی کرد. عربستان سعودی هم همینطور، کشوری که رنگ انتخابات به خودش ندیده، اما حاکمانش تلاش میکنن ذهنیت مردم از خودشون رو توی رسانه‌ها مدیریت کنن. محمد بن سلمان با استفاده از مستندهای تبلیغاتی که به پروژه‌های بزرگ مانند نئوم و چشمانداز 20 میپردازن، تلاش کرده تا یه تصویر مدرن و پیشرو از خودش ارائه بده. تاکید این مستندها بر اهمیت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و نقش مهمی تو ترویج برنامه‌هاش بازی میکنه. اما توی کشورهای کم جمعیت‌تر و کوچکتر، کویت رقابت سیاسی رو بیشتر برای پارلمان تجربه میکنه و جریان‌های مختلف زیاد چهره محور نیست. توی قطر و امارات متحده عربی مستند انتخاباتی و سیاسی عملاً وجود نداره، اما این کشورها از رسانه‌ها برای تقویت تصویر بین‌المللی خودشون و جلب حمایت عمومی برای سیاست‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنند. شبکه‌های تلویزیونی مانند الجزیره و العربیه نقش مهمی توی این قضیه دارن. فراموش نکنیم که شبکه الجزیره که متعلق به قطره عملاً نقش رسانه‌ای خیلی مهمی توی کل فضای رسانه‌ای و سیاسی جهان عرب بازی می‌کنه. مسئله‌ای که برای ما ایرانی‌ها توی پوشش اخبار فلسطین خیلی ملموسه. راجب 2 تا از افراد هست که میخوام عکسشون نشون بدم و شما نظر بدین. یکیشون به واسطه اینکه حالا در کمپینش کار کردیم و یکیشون به واسطه اینکه به نظرم کمپین های خیلی خوبی برگزار کرده و در واقع برنده یکی از انتخابات ها رقم زده، اونم با نظرسنجی ابتدایی که 5-6% رسید به بالا 50% رأی گرفت. خب اول همین عکسی که روی این نمایشگر ما هست، شما و آقای آشنا. بذار یه خود قبل‌ترش هم بگم. ببین اینجا اتاق استراحت تیم تبلیغاتی و مشاورای رؤسای جمهور بود سال 96. تو سازمان، یعنی تو اتاق مناظره و پشت مناظره و اینا، ساختمون تولیده. میز پشت سریمون بچهای مؤتلفن. به طور مشخص آقای فارسی نژادن که از بچهای شورای مرکزی مؤتلفن و آقای حاج محمد تقی امانی برای آقای میرسلیم اومدن. درسته؟ برای آقای میرسلیم اومدن. خیلی هم آدمای خوب و سلیم و دوست داشتنی هستن. اینجا ما نشسته بودیم با استاد، داشتیم گپ میزدیم و صحبت میکردیم. بعد از این عکس چیز شد، یه نفر اومد تند شد به آقای آشنا و ایشون هم از اون خنده های خاص خودش تحویل داد و بعدم یعنی پشت صحنه کاندیدا و اینا
اون ماجرا یا نه از اینجا پشت صحنه نیست. اینجا ماها رفتیم کاندیدامون رو توجیه کردیم، صحبت‌های آخری کردیم، اومدیم نشستیم داریم فیلم رو می‌بینیم، گپ می‌زنیم، حرف می‌زنیم، اختلاط می‌کنیم. یک دو تا از این دوستان جوون تندمون اومدن و با آقای آشنا حرفای تند و تلخی زدن. ایشون هم اینجوریه، ببین این کاراکتر که چهرهشو می‌بینی، میمیک صورتش یه خود فرق میکنه، یعنی لبا یه ذره خنده لبخند میزنه دوباره برمیگه. این تنها آدم میترسه که آقا یه واکنشی بده شاید. نه اصلا هیچی، همین رو نگاه کرد و بعد اینا یه خود نگاه کردن گفتن آقا ببخشید اینجا الان جای این حرفا نیست، رفتن. دوستان اون پشتم ناراحت شدن که چرا رفقا جسارت کردن. استاد شما بودن ایشون دانشگاه امام صادق؟ اصلا ببین من علاقه‌مندیم به مقوله انتخابات با یه صحبتی شد که آقای آشنا برام انجام داد. اونم اینطوری بود که یه روزی که فکر میکنم من اوایل دوره دکترام بود، ایشون من گفتش که فرید میری خارج از کشور برای دوره مطالعاتی؟ گفتم خیلی کار دارم. ولی چه کاری؟ گفت یه جایی یه کمپین آموزش برگزاری، کمپین انتخاباتی داره برگزار میکنه. منم گفتم بذارین مشورت کنم این حرفا. پدرم هم از رضایت ندادن، گفتم بشین کار تو بکن، اون حالا برو بخون مثلا. بعد از اون قصه یه روزی استاد تو دانشگاه ما رو دید، گفت ببین یه جلسه من میخوام یه گزارشی از همه اون چیزایی که در مورد این کمپین شنیدم و خوندم و اینها براتون بگم. خیلی جذاب. یعنی جالبه. یعنی این اجازه رو الان به منم میدین که اگر شاید استاد شما با استادتون مخالفت سیاسی، منم با شما مخالفت سیاسی بکنم؟ نه نمیدونم. آره. الان چون داریم ضبط میکنیم بله مجبورم ولی در جای دیگه نه. آره. بعد وقت چیز خیلی بانمکی داره، میگه شما آزادی تا جایی که من موافقم با ما موافقت کنی، وگرنه حق نداری مخالفت. یه جوکی از سیاسی هم داره دیگه. ریگان و گورباچوف داشتن با هم حرف میزدن. ریگان میگه آقای گورباچوف در کشور من انقدر آزادیه که هر کسی حق داره بیاد تو اتاق من و مشت بکوبه رو میز من بگه من با سیاست آمریکا مخالفم. گورباچوف میگه دقیقاً همینطوره، چه حرفی میزنی؟ هر کسی حق داره بیاد تو کرملین تو اتاق من مشت بزن رو میز من بگه و من با سیاست آمریکا مخالفم. الان اینجا همینجوره. ببخشید عکس بعدی هم ببینیم. حرفتون آقای آشنا بمونه. بله بفرمایید. آقای آشنا یه نکته گفت ببین دموکراسی بدون انتخابات نمیشه و انتخابات هم بدون حزب نمیشه و این نکته‌ای که ما نداریم. و بعد معلوم شد که هر کسی بر مسند نخست وزیری ریاست جمهوری میشینه، از لحظه‌ای که میشینه واسه 4 سال بعدش که یا دوباره انتخاب بشه یا یک کسی که با فرمون او میخواد حرکت کنه انتخاب بشه، طراحی برنامه‌ریزی داره. ما از اینجا با هم صحبت کردیم. آقای آشنا یه نکته گفت آقا فرید آقا به نظرت ملاک رئیس جمهوری چیه؟ بعد گفت ببین من فکر میکنم یه کسی باید رئیس جمهور بشه که بتونه معادله چند مجهوله حل کنه. درست. بعضی از آدما ریاضی کلا بلد نیستن، بعضی دو مجهولی فقط بلدن، این چند مجهولی بعضی توانایی اینو دارن که بتونن معادله چند مجهولی. بعد از اینجا پا شدیم و صحبت کردیم به اصطلاح گرده کردیم و زمان استراحت کاندیداها شد و رفتیم که پیش کاندیدای خودمون که باشون صحبت کنیم. وسط آقای روحانی رو دیدیم. بعد جالبم بود، حالا آقای روحانی جفت اون اصلا تحویل نگرفت. یعنی من که در حل و فصل این که کی میتونه معادله چند مجهولی حل کنه مونده بودم. بعد که سلام علیکم به آقای روحانی نمی، آقای روحانی چی تو ذهنش بود یا چی بود، با وجود اینکه من از زمان شاموزی فرزندش دیده بود و میشناخت، اصلا جفتمون رو تحویل نگرفت. منم گفتم آقا ببین داری یه همچین کسی رئیس جمهور میکنی ها، به من که سلامم جواب نداد، شما هم که هیچی. بعد ایشون گفت آقا ببخشید اینا که ملاک ریاست جمهوری نیست که. موافقم با این حرف. یعنی واقعا بریم اون بچه‌ها اون عکس بعدی هم ببینیم توی اون نمایشگرمون. تذکرتون هم همچنان بله آقای شهید ابراهیم رئیسی. سال 96 و 96 یا 1400 شما یه دونه 1400 تو کمپینشون بودید دیگه. بله ولی عکس این مال 96 نفر سمت چپ جناب آقای توکلی زاده محمد امین توکلی زاده معاون فرهنگی اجتماعی محترم شهردار تهرانن. نفر
بعدی هم که بنده سر با تحصیلم. توی همون ماجرای مناظره ها؟ نه این یه برنامه تلویزیونیه. یه برنامه تلویزیونی. چی میرین میگین تو گوش کاندید؟ خیلی دوست دارم بدونم. مثلا تلگرام نداره یا ایتا نداره، چیز دیگه نداره که اونجا وقتی که حرف میزنه باش در ارتباط باشین؟ اصلا نباید. خیلی ارتباط چهره به چهره اینا هست. یادمه یعنی یه تقلب بخوایم برسونین چجوری میرسونین؟ سال 400 خیلی سخت میشه چون با یه ذهن پری کاندیدا میاد. از قبل باید دیگه بس این لیوان میتونی باش خیلی بازی کنی ولی اگه لب به لب باشه یه تکومدی میریزه. کاندیدا اون موقع اینطوری هم. یادمه آره 90 این مال 96 سال 400 توی جلسه قبل از اینکه ایشون وارد بشه یه حرفی بهشون زده بودن، ذهنش خیلی درگیر بود. کاملا چهره و حالش فرو ریخته بود، یعنی ناراحت بود و هی به خودش میومد و مثلا حال احوالی میکرد، بعد میرفت تو فکر. رو من به آقای توسلی و مجاهد و آقای دکتر اسماعیلی گفت آقا، شاید آقای دکتر اسماعیلی نبودن، آقا بخشی ایشون حالش خوب نی، با این قیافه میره جلو دوربین مردم میگن چه مثلا قهری مگه با خودت. آقا خب چیکار کنم؟ گفتم میشه جوک گفت. بعد این جوک هست الان. نه این جوک نیست، اصلا این مال 96 میگم. گفتم میشه جوک گفت. توسلی گفت آقا جوک بد نمیشه براش گفت. آقا خدایا چی بگیم؟ جوک ساده نداریم. خیلی ساده است. الان شما استاد میتونی یه جوکی بگی که توش حرف بد نباشه؟ مزه است، به جوک شوهرعمه‌ای معروفه. آره. بعد من یادم حالا که فکر کنم افتاد که چند وقت پیش رفته بودم دبستانمون، توی یکی از مراسم‌ها بچه‌های دبستانی گفتم بیاین جوک تعریف کنین. از این جوکای حالا دبستانی گفتین به دانشگاه. آره دیگه. بعد مثلا نه بگم چی بگیم؟ گفتم آقا من می‌خوام شما جوک تعریف کنم. وای حد بله کن تو این الان که وقت جوک نیست. گفتم آقا شما الان حالت خوبه؟ نه من حالم خوبه. این حرفا. گفتم من میتونم یه سوال از شما بپرسم؟ گفتم بپرسین. بعد گفتم که قدیمی ترین حیوان جنگل چیه؟ سجاد چیه قدیمی ترین حیوان جنگل؟ سوال چه؟ آمیب برم اونا تک سلولی یاختا بیام جلوتر. نمیدونم، واقعا نمیدونم. قدیمی ترین حیوان جنگل گورخره، چون سیاه‌سفید بوده. شوهرم میگفت. آره واقعا اصلا هیچ کاری. خدا وکیلی خندید، یعنی واقعا نباید بخنده. نگاه کرد و آخه آقای حداد الان چه وقته؟ آقا اینجوری من نمیذارم مثلا شما برید. حالا هوا عوض میشه. نمیذارم برید. بعد یه جوک دیگه از این جوکای همین جوری در مورد مثلا چند تا جوک اینجوری بالاخره خندید و گفت عجب و بابا این جوکا رو از کجا آوردی و چه جوریه و یه خود حالشون بهتر شد. واقعا هم خب میدونی آدم دیگه، آدمیزاده دیگه. ولی اون موقع اصلا حق نداری بذاری کاندیدا با حال بد با چهره در هم کشیده یا اصلا بدون اینقدر ذهنش درگیره که وقتی که طرف مقابلش سوال میکنه مکسای ثانیه‌ای بکنه، تو چشت نگاه کنه، ام کنه مثلا. فشار زیاد همینه. اون مال 1400 بود. اینجا ما داشتیم یه چیزی سوال میکردیم. آقای گلزاده یه مطلبی گفت بگین، فکر میکنم اینجا بود که من گفتم آقا یه پرونده قضایی هست 8000 میلیارد تومان بحث پوله. و گفت کجا میگی؟ گفتم مستنداتش اینه. قبلش رفتم جستجو کردم برایشون، گفتم 8000 میلیارد. بعد گفتش که دیگه چی؟ گفتم آخه یه نفر دیگه هم گفته 12000 میلیارد تومنه. بعد آقای توکلی زاده گفت میگن 16000 میلیارد. گفت یعنی چی شما اینجوری عدد رو بالا میبرین؟ بعد گفتم آقا خب حالی همچین تخلفی کردن بچهای طرف مقابلمون هم بودن. ایشون گفتش که حکم صادر شده. گفتیم که نمیدونیم. به یه نفر که بیرون بود گفت زنگ بزن بپرس همچین چیزی حکم صادر شده؟ گفتن نه حکم صادر نشده. گفت برای چی میگی من همچین چیزی رو بگم؟ من شرعاً و اخلاقاً اجازه ندارم وقتی در مورد چیزی حکم صادر شده بر اساس یه کیفرخواستی که هنوزم قطعی نیست حرف بزنم و اصلا همچین حرفی نمیزنم. خب ان شاء الله خدا رحمتشون کنه. صحبت می‌کردیم. آقای رئیسی آدم خاصی بود واقعاً. خیلی مردمدار بود و آقا سجاد اهل عبادت خیلی جدی بود. واقعاً جدی عبادت میکرد. یه روز صبح ما ساعت 8 صبح برنامه داشتیم. سال 400 بود. بعد چهره ایشون کاملا به هم ریخته بود.
من گفتم آقا این برنامه رو ضبط نکنین، اینجوری نمیشه. برنامه انتخاباتی داشتین؟ آره ضبط بود تو صدا سیما هم ضبط می‌کردیم. گفتم آقا این چهره خرابیه، ضبط نکنیم واقعا. بعد گفتم آقا شما مثلا دیشب کجا بودین؟ آقا مصطفی گفتش که یک رفتیم خونه بودم. آقا 1 تا 8 صبح آقا نخوابیده که. از 6 تا حالا تو جلسه توجیه صحبت بوده، شبم نخوابیده. گفتم یعنی چی؟ گفت نماز شب میخونن دیگه. بازم گفت هر شب نماز جعفر طیار مدل علمای سنتی دیگه، از 1-2 ساعت قبل از مثلا اذان یعنی صبح بیدار باشن. حتی تو فضای انتخاباتی نماز شبش ترک نمیشه، نماز جعفر طیارش ترک نمیشه. یه وقت ماشین شیطنت شاید استادی بکنم، این در اداره کشور موثره؟ آره موثره. ببین یه وقت هست که تو یه جایی هستی، نه حرف از خدا پیغمبره، نه حرف از امام زمانه، نه 200,000 تا 300,000 تا شهید توشه. میفهم چی میگی. اونجا جن و رمل و پیشبینی و این حرفا بوده. این ریگان که رئیس جمهور دهه 80 آمریکاست، اون برای بعضی از کاراش واقعا میرفته به پیشگو. نه میفهم. نه ببین ما یه جامعه چند پاره داریم دیگه. ولی یه کسی که تو فضا و پارادایم مذهبی چیزونه حتما این چیزا براش بله تو پارادایم مذهبی مهمه. از اون در پارادایم غیر مذهبی من به نظرم مسئله مهم کاندیداها باید در انتها وقتی دورشون به پایان میرسه در واقع با تاثیراتی که گذاشتن در جامعه سنجیده بشن. حتما همینه. خب این خیلی برام مهمه. حتما یعنی همینه. جسارت داشته این فکر گاهن باعث مغالطه در انتخاب کاندیدها میشه. یعنی اینکه این شخص خوبیه، نماز شب خونه فلان، لزوما برعکسش نیست. یعنی ممکنه که از اون سمت مثلا انتخاب کنی و اونم بد در بیاد. من هیچ چیزی ندارم ولی میگم لزوما به نظرم این نمیتونه مصداق خوبی باشه. ملاک انتخاب رئیس جمهور این نیست که اون چجوری مثلا مستحباتشو به جا میاره. خب اما اگر یه آدم با عرضه‌ای رو پیدا کنی که اهل انجام مستحبات هست، این نسبت به فرد کناریش که توانمند هست اما شاید به این چیزا نداشته باشه، در فضای ذهنی و تفکری شیعی حتما هنوز نمیدونم نظر خودم در مورد این چیه، به خاطر اینکه پیچیده است خورده انتخاب، ولی طبیعتاً پل صراطش احتمالاً پل بهتری باشه. حالا خدا میدونه. آره یعنی این نکته هست. ضمن اینکه خب به حال خدا هم وعده نصرت مؤمنین رو داده. بله. بخشی از مؤمن بودن هم به این جور چیزاست دیگه. به حال فهمش درست. یه تعبیر آقای جواد عاملی راجع به این که ایمان یه تاثیر، یه چیزی که راجع ایمان هست، مثلا یا اون فیزیکدانی هم که داره مثلا فیزیک هسته‌ای جهان رو کشف میکنه، اونم در دایره مؤمنین قرار میگیره، یا اونی که داره مثلا گره از خلق خدا باز میکنه اونم دایره مؤمنین قرار میگیره. حالا این تفاوت همون بحث گفتم، اجازه گرفتم که استاد شاگردی بس شما که مخالفت کنم، ولی برای مقدار سخته. من میدونم چون هم رئیس جمهور به تازگی از دنیا رفته، یه مقدار راجع به کارنامه اون صحبت کنه. خب مردم هم یه مقدار فضای نه اصلا من در مورد شخص رئیسی صحبت نمی‌کنم. نه ابای خودم از این که نکاتمو بگم اینه، یعنی میفهمم بالاخره هنوز خیلی هم داغ دارن تو این ماجرا، هم یه مقدار پیچیده میکنه، ولی به هر حال رئیس جمهور بود که تشییع موفقی داشت. مردم او را با اشک و با فحش بدرقه نکردن، خیلی ساده‌شو بگم، با اشک و محبت و غیره بدرقش کردن و این خیلی پدیده مهمیه در این سالهای به خصوص بعد از انقلاب. یه نکته تاریخی اینه که ما تا پیش از امام خمینی، یعنی برگردیم از محمد علی شاه، از ناصرالدین شاهی که ترور شد به بعد، هیچ پادشاهی در ایران تا زمان امام خمینی تشییع نشد. یعنی تمامشون در خارج از ایران از دنیا رفتن. این ورم خب خیلی جالبه، رئیس جمهور ما یا روی دوش مردم تشییع شدن مثل شهید رجایی و ایشون، یا هم دیگه به رحمت خدا رفت. خب این زمینه یه مقدار دیگه جای بحث داره ها، شاید الان جایش اینجا نباشه. ببین آقای رئیسی حسنش تشییع محترمانه و پر از جمعیتش نیست. چیه حسنشون؟ آقای رئیسی واقعا دوید، واقعا کف بخشی از مشکلات جامعه رو در یه جنگ نابرابر برطرف کرد. ضمن اینکه قواعد بین المللی رو رعایت کرد، تونست در بعضی جاهایی که شرایط بین المللی به ما اجازه میداد پیشروی‌های خوبی داشته باشیم. نگاهش به شرق نگاه قابل تحسینی بود، جوابم گرفت. با غربیام سرشاخ بود ولی نذاشت کار به یک تخاصم و یک تلاطم شدید بکشه. و حالا میخوام بگم اینا رو از نظر دور نگه ندارم. مملکت هم مشکلات زیاد داره. میخوام بگم به حرف‌های در مخالفت این حرف دارم، ولی به نظرم الان وقتش هم نه در برنامه ما هم نه در این زمانه، هر دو
و یعنی میشه حالا در یه ساعت دیگه بشینیم با هم گفتگو کنیم. و البته تو این بحث حتما طرفی که باید با شما بحث کنه من نیستم. من میفهمم. آره درسته واقعا. آقای رئیسی یه روز صبح آره به حال میخوام بگم اینجوری بود، یعنی اینقدر سخت‌کوش و پرکار بود و دغدغه‌های خیلی بالایی هم داشت، هوش بصری خوبی هم داشت. آدما رو یادشون نمیرفت. ما سال 96 تو این عکس یعنی موقعی که این عکس رو گرفتیم یکی از عوامل صوت یکی از استودیوها به من گفتش که آقای عداد با حاج آقا بگو سیده برای من دعا کنه خدا به من بچه نمیده. این یادش بود اینو. بعد ایشون هم دعا کرد و به حق معصومین و انشاءالله یه چیزی خوندن و تموم شد. سال 400 که بودیم طرف اومد گفت منو میشناسی؟ گفتم نه به جان شما نمیشناسم تو. اونی هم که خب چی شد؟ گفت الان یه بچه 3 ساله دارم. گفتم جدی میگی؟ برو به حاج آقا بگو. اونم فیلمش هست. آره سر نماز بود. اینم یه عکس جدید باز از شماست و آره فکر کنم همین کتم هم هست. عرض کنم خدمتتون که آره انقدر این کاغذ شلوغ شده بود و هر کی رسیده بود یه چیزی گفته بود ایشون یادداشت کرده بود، ما دیدیم که یه کاغذ پر قلمای متفاوت حرفا چیز اصلا چشم نمیتونه نکاتو در لحظه پیدا کنه. خیلی به قول سینمایی میزانسنی داره انگار دارین مشق و خط میزنه میگه نه این درسته غلط این شکلی شده. ببین این عبارت برای یک کاندیدا ریاست جمهوری خوب نیست، ولی واقعا اینطوری بود که اینو اول بگم، اینو اصلا نمیگم، اینو اگه جا داشت میگم، اینو اگه وقت شد میگم. این به خاطر اون فشاری که هر کاندید باهاش مواجهه، یعنی 500 تا چیز ریخته سرش و یه سری آدم‌ها مطالب رو گزینش میکنن برای اون. اصلا تو کمپین یکی از کارهایی که باید بکنین اینه که نذاری هر کسی به کاندیدا نزدیک شه. همه میخوان اظهار فضل کنن، همه میخوان محبت کنن، همه میخوان راهنمایی کنن. الان مثلا یکی مشکلات کمپین آقای قالیباف اینه که دوست و دشمن میگن آقا این پستو بزن، دیدی فلانی در مورد چی گفته، جوابشو بده، بزنیم مثلا سرویسش کنیم. یا مثلا این در حالی که رئیس مجلس هم هست و بعد مثلا وظایف مجلسش هم مثلا انجام بده، خب سختیاش چند برابره دیگه طبیعتا. حالا اصلا فرض کن رئیس مجلس نبود، خب کاندیدا اینجا باید بتونه بر اساس اون برنامه‌ای که داره جلو بره. هر چیزی از بیرون نباید تعادل ذهنی او رو به هم بزنه. اینجا نمیخوام بگم تعادل ذهنی ایشون به هم خورده بود. کاغذی که دستش بود پر از یادداشت بود و به این نتیجه رسیدیم که اینو باید تنقیح کنیم و جمعش کنیم. و ایشون داشتن دوباره بود یعنی آره این برنامه یا یکی از این برنامه‌ها قرار بود 45 دقیقه بشه 80 دقیقه شد. و بعد ایشون گفتش مونده بودن که چیکار کنن، ایشون گفتش که شما برو هر چقدر خواستید صلاح نبود. اون برنامه گفتگو با دوربین شبیه به اونه فکر کنم. بعد مثلا اینطوری خدمت آقای رئیسی خیلی آدم متواضعی بود. بله. و به شدت مراقبت میکرد که پست و بزرگی جایگاهش فرعونیت براش نیاره، درسته؟ آره، تفرعن نیاره. آره اصلا خیلی راه میرفت کسی مثلا این لشکر دنبالش راه نیفته، نمیدونم به عوامل سالن خیلی احترام میذاشت، باشون صحبت میکرد. ویژگی‌های خیلی خوب منحصر به فرد، ویژگی اخلاقی خاص. خیلی خوب. سخن پایانی آیا دارین در مورد کمپین ها، در مورد این انتخابات یا چیزی که من نپرسیده باشم می‌خواستیم بگین؟ ببین یه عرضی دارم و اون اینه که تا وقتی حزب نداریم یا منتظر یه معجزه الهی تو انتخاباتیم یا با معجزه یا با شگفتی همه تصویر و تصورمون از حاکمیت عوض میشه. اصلا یه خود بی‌معنیه. حالا مثلا من خواهم از جانب خودم بگم، من مستعد آقای دکتر که ساختم واقعا مثلا خب 7-8 روز فرصت داشتم. من با این مستعد یه مستعد عادی میسازم 3 ماه طول میکشه بسازم. و من مثلا میبینم یه کاندیدای میاد توی مثلا شورای نگهبان میگه من برنامه دارم، مثلا خب چجوری ممکنه؟ اصلا من خودم واقعا برام پیچیده است که چجوری ممکنه ایران با این همه معضلاتی که الان تو کاندیدایی که الان هستن 2.5 برنامه دارن. آقای قالیباف، آقای جلیلی چی دارن؟ ببخشید برنامه دارن. نصف دیگه‌ش هم آقای قاضی زاده است که مال انتخابات قبلیه یه چیزایی داره. بقیه واقعا اجازه انتخابات قبلی تا الان خب خیلی مشکلاتی کشور جلوی عدد رقمش شاید تغییر کنه دیگه. مثلا اینجوری بخوای ساده ببینیم. ببین ما تا وقتی که حزب نداریم نمیتونیم انتخابات اینجوری مردمی رو به سرانجام برسونیم. خوب یا بد، آقای پزشکیان، آقای پورمحمدی خوب یا بد باشن، اصلا قضاوت نکنیم،
اگر این دو بزرگوار رأی بیارن قبل از پایان تیر ماه 1403 اتوبوس به اتوبوس وارد ادارات و وزارتخونه‌ها و معاونت‌ها میشه و آدما هستن که میان بیرون دیگه اتوبوس و ماشین براشون نیومده، بعد کنار خیابون وایسن اسنپ بگیرن برن خونه هاشون. یه چیزی هم بپرسم حالا قبل از یعنی ما تا حزب نداریم نمیتونیم انتخابات رو درست برگزار کنیم. خیلی حرف دارم که چجوری حزب درست کنیم. یه جلسه دیگه نمیدونم. آره دیگه. یه سوالی هم فقط چون تو برنامه‌مون یکی از دوستان مهمان حالا خودش البته حرفشو پس گرفت، گفت منظورم این نبود که ماجرای آقای قالیباف این شکلیه، ولی حالا من اونو میگم که شما حالا اگه نیازه راجعش صحبت کنین. آقای قالیباف ایشون مهمان بگو از 1 سال قبل در حال تهیه مستند انتخاباتیش بوده، این درسته یا نه؟ فرض ایشونی بود که راش داشت جمع میشد برای این کار. من واقعا این همچین چیزی رو نشنیدم. دلیلش اینه که این شبا میبینیم که تیمشون چجوری داره میدود برای نمیدونست که این اتفاق میفته دیگه، یعنی این یک آره. ولی یادتون باشه که رئیس مجلس مدام یه دوربین دنبالشه دیگه. طبیعتا دیگه این الان برای وزرا هم وجود داره، رئیس مجلس که طبیعیه. در چه میتونیم بپذیریم که دوربین دنبال ایشون بوده؟ این به معنی این که الزاما دارن فیلم تبلیغاتی میسازن نیست. اینم به این معنی نیست که از اون فیلم‌ها در فیلم تبلیغاتی استفاده نمیشه. خیلی ممنونم، لطف کردیم، متشکرم. اگه صحبتی چیزی دارین، اگه نه که خداحافظی کنیم. خواهش میکنم، خوشحال شدیم. حرف گفتنی زیاد است و وقت کم. زیاده. فضای مجازی بی صاحبه. اجازه است با حرفتون مخالفت کنم دوباره؟ باشه مخالفم، ببخشید. باشه. الان تو میدونی کی به آقای عالی بدترین فحشایی رو که ممکنه؟ نه دارم میبینم، نه اصلا با اونش یعنی با این بخشش من همیشه یعنی شما تو قانون انتخابات میگی آقای نجفی اگر تو کمپین تبلیغاتی انتخاب کاندیدا هستی به یه کاندیدای دیگه توهین کنی با کاندیدات برخورد میشه. الان آقای عالی و رفیعی یه کاندیدای حمایت کردن. من دیدم که انقدر ناسزا زیر صفحه اینا گذاشتن که پستاشونو برداشتن. میدونین کی این کاری کرده؟ هیچکی نمیدونه. میتونیم یقه کسی رو بگیریم؟ نمیتونیم. میتونیم بازخواست کنیم؟ نمیتونیم. اصلا کاندیدای طرفدار اون جماعت هم گردن نمیگیره. من با این بخش اخلاقیش اصلا موافقم. اون چیزی که من ناراحت میکنه اینه که این معمولا این حرفا بهانه‌ای میشه برای انسداد و اختناق. من با این دوتا همیشه این واسه نگرانی. حرف از انسداد نه با اون بخش اخلاقیش با شما موافقم. من میگم یه پدیده مهمی مثل انتخاب رئیس جمهور نباید از حوزه ید حاکمیت بیرون بره. یعنی ما الان نمیدونیم کی داره تو فضای مجازی کیو با چه هدفی تخریب میکنه. یه وقتا این مملکت رو به خاک و خون میکشه این حرفا با. خب ببین تو 28 مرداد یه عده آدما بودن پول میگرفتن کاریکاتور آقای کاشانی میکشیدن تو مطبوعات جبهه ملی منتشر میکردن و برعکسش. بعدها در اومد که این آدما از دو طرف پول انگلیسی‌ها بوده. من نمیخوام تئوری توطئه‌ای نگاه کنم، ولی وقتی میخوایم برای مملکت تو شرایطی که رئیس جمهور بعدی آمریکا ترامپ رئیس جمهور انتخاب کنیم باید همه عوامل اثرگذار رو ببینیم. اصلا این خبرانی خودتون توی کمپینتون شده که این بخواین جواب بدید بگید خب در همون سطح جواب بدم؟ این کارو کردین؟ چون بحث بد اخلاقی شد میگم. یعنی بعضی موقع آدم یه جواب هم سطح اگه نده میگن خیلی ضعیفی، اگه بخواد بده اخلاق به کنار دیگه. آقای قالیباف به دلیل جایگاه حاکمیتی و مهمش که در تمام طول دوره هر سکنات سیاسیش داشته اصلاً چهره جدال خصمانه نیست. یعنی هر گونه حمله او به هر آدم هم فرق داره. یعنی به نظر مدل شخصیتیش اون به قول معروف جداله. نه فرض کن خودش هم خیلی کاراکتر خوبی بگیره یه ده به طرفداری از اونم به یه کاندیدا بزنن ضررش آقای قالیبافه. یعنی آقای قالیباف ما تو کمپینمون به نظرمون میرسه که آقای قالیباف برنده هیچ دعوای لفظی نخواهد بود. یه نفر خیلی چیزایی که نوشته این چند هزار صفحه برنامه است دیگه. آقای فاطمی یه بار میگه برحذر باشید از این جدال‌های زبانی و درسته. یعنی واقعا اکثر اهل جنت ببخشید جهنم یه بخشش از همین گناه‌های زبانی. حالا این که بدی نیست لااقل. حالا من
میگن تو این لیگ میگم مثلا حالا چیزا باختین، دربیو باختین، شما هم که خیلی قرمزی ایراد ما که سپاهانیم، ولی شما حالا اگه باختین لاغر کاپ اخلاق رو یا استقلالیه ولی عباس جامو نبردن دیگه. من بچگی یادمه بی خود چیز نکن، هاشا نکن. طوری استقلال چیز خوبیه برای ورزش عمومی، خوبه برای ترویج سلامتی، خود ناراحت نباش. ولی ببین نه، گاهی وقتا یه کاندیدایی خوبه که حریفش رو بزنه، چون میتونه از عصبانیت او برای خودش رأی جمع کنه. اما این کار واسه کاندیدای مورد نظر من توی این انتخابات جواب نمیده. خیلی خوب، ممنونم، متشکرم، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین. براتون آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنون. میریم و برنامه نقش اول از استودیو آن دیدین. تا روز دیگر، خداحافظ.